به فامیلی شو خوش آمدید. مشکل اصلی دارم با احسان یا با خانواده‌اش؟ هر کاری که بخوام بکنم نمیتونم ببخشمشون، نه احسانو نه خانواده‌شون. ولی اینکه به خاطر هر چی شما میگی بشه، خب این نیست، این تو خونه باباته. چی شده که خواستید منو ببینید و در جلسه تراپی قرار بگیرید؟ من وایزتون اگه ممکنه شروع کنم. حقیقتش اصرار خانومم بود و اینکه من حقیقتا دوست نداشتم بیایم اینجا تو برنامه. دلیلش هم به خاطر اینکه خب ما توی ادوار مختلف توی این 5 سالی که حالا ازدواج کردیم چندین بار پیش مشاوره رفتیم، تراپیست رفتیم، ولی خب هیچ نتیجه‌ای واقعیت نداده و حالا اون نکاتی که شاید مد نظر هر کدوممون بوده توی اون رابطه واقعا به مسیر درستش نرفت جلو. و الانم حالا طبق صحبتی که خانمم کرده بود با شما و تعریفی که از شما شنیده بودیم میخواستیم که بیایم. من واقعا بهش هم گفتم برای آخرین باره که میخوام یه وقتی بذارم به امید این که درست بشه، کما اینکه مطمئنم چون خیلی حالا مسائل مشابه ما رو توی زندگیاشون دارن ببینن و اینکه حالا نتیجه‌ای که ما میگیریم و به اصطلاح بگید. شما موضوع رو میخوای شروع کنی؟ شروع کن. موضوعش یه قضیه‌ایه که میگم ما الان 5مین سالیه که وارد زندگی شدیم، چند روز پیش شد 5مین سال. یه سری مشکلات دارم که حالا بیشترینش بولترینش با خانواده ایشونه. یه کارایی انجام میدن که اصلا من نمیتونم هضمش کنم، اصلا با منطق من جور نیست. حالا اخیرترینش رو بگو. اخیرترین کاری که انجام دادن. اخیرترینش موضوع بارداری خواهر شوهرم بود. حالا شاید چیز خیلی مهمی نباشه ولی از نظر من واقعا مهمه. ایشون باردار شدن، خب به کسی خبر ندادن، یعنی به من مثلا عروسشون اصلا خبر ندادن. حتی روزی هم که زایمان کردن ایشون خبر ندادن. گفتم که خب احسان من به عنوان عروس این خانواده اصلا دوست داشتم برم عیادت، هر چی برم بچه ایشون رو ببینم، بالاخره به عروسشون احترام بذارم، بگن ایشون زایمان کرده، میخوای بیای بیمارستان یا نمیخوای بیای؟ که در جواب مادر شوهر من به ایشون گفته بودش که چون ایشون بلاگره میخواد بیاد اونجا فیلم بگیره، ما خوشمون نمیاد، ما واسه این زنگ نزدیم. دیگه من از اون روزم تقریبا حدود 3-4 ماهی میشه که کلا رابطه و رفت آمدم با خانواده ایشون قطع کردم، چون یه چندین مسئله اینجوری پیش اومده بود، هی خواستیم صحبت کنیم، با صحبت حلش کنیم، ولی اصلا از اون طرف هیچ اقدامی برای حل این مشکل و مسئله ما نمیبینیم. یعنی بی تفاوت رد میشن ازش که انگار مهم نیست برای ما مثلا این ناراحت شده. و احسان ببین جوابی که من همیشه بهش دادم و حالا الان بخوام مطرحش کنم اینه که یکی این که ما خیلی تفاوت دیدگاه داریم به شدت. یعنی فرهنگی که توی خانواده من بوده و ایشون کاملا متفاوته، ولی من این رو پذیرفتم، حالا نمیدونم درست یا غلط، این که آقا وقتی داری با یه فرهنگی دیگه ازدواج میکنی مطمئناً توی مسیر زندگی یه سری مغایرت‌های فکری حالا همه جوره داری، شاید ناراحتی ایجاد بشه و که من اونا رو پذیرفتم و سعی کردم تا حد امکان باش کنار بیام. یعنی شما هم از خانواده ایشون بله. فضای خانواده‌اش بله. تنش‌هایی داشت ولی نه پذیرفت. موارد نه مشابه ها شاید هم البته. کمتر، ولی من هم به نوبه خودم برای خودم حالا یه چارچوبی دارم، یه سری مغایرت‌های فکری داریم، اتفاقاتی میفته که خب منم ناراحت میشم، ولی حالا حق میدم شاید خب ایشون خانومه یه مقداری خب ناراحتی‌ها براش بولتره، از بیشتر اذیت میشه، ولی همیشه بهش گفتم آقا تو روی حساب این میگذاری این مواردی که پیش میاد که مثلا با تو مشکلی هست، مثلا از تو ناراحتیه، چه من با تو شخص خودت مشکل دارن یا هر چیز دیگه ای، ولی بهش گفتم چند بار که بابا به خدا اینجوری که تو فکر میکنی نیست، ما یه مدل دیگر فکر میکنیم، شما یه مدل دیگه فکر میکنی، خب اینا با هم مغایره. خب من اجازه هنر دارم زندگی تاریخچه اول از آشناییتون هم به من اگه بدید. اجازه بدم. آره این از کی آشنا شدید؟ چطور آشنا شدید با هم؟
حالا جواب این حرفش رو میدم در ادامه صحبت خودم که میگه من فکر میکنم که خانوادهش با من مشکل دارن. خب از نظر من واقعا مشکل دارن. چرا؟ چون که ما از روز اول، حالا طریق آشناییمون رو بگم خدمتتون، احسان سال اولی که حالا ما با هم آشنا شدیم سرباز بود. من توی بیمارستان کار میکردم، ایشون جلوی بیمارستان ما سرباز بود، حالا توی نیروی انتظامی بود، ماشینای اونجا رو جریمه میکرد. راهنمایی. بله، راهنمایی رانندگی. بعد یه سری ماشین منو جریمه کرده بود که من رفتم سراغش، حالا یه دعوای کوچیکی هم با هم داشتیم، گذشت. بعد همکار بخش ما یه کمک بهیاری بود، ایشون اومد گفتش که من یه دوستی دارم دنبال یه دختر خوب و خانواده دار میگرده. گفتم نه، من الان واقعا نمیخوام که با کسی آشنا بشم، شرایطش از نظر روحی ندارم. دیگه ایشون اصرار پسر خوبیه، حالا عکسشو ببین، باهاش صحبت کن. دیگه حالا شماره ها رد و بدل شد و ما با هم صحبت کردیم که سر 2 هفته هم به خانوادم گفتم، چون ایشون قصدش از اول ازدواج بود. دیگه مطرح کردیم و حالا چون زمان کرونا هم بود با خانواده‌اش یه جلسه رفتیم بیرون صحبت کردیم، قرار گذاشتن مثلا 1 ماه بعد بیان رسما خواستگاری. حالا خواستگاری های موارد هم به خوبی و خوشی تموم شد. رسیدیم به نامزدی که مشکل اصلی من از همون نامزدی شروع شد. یعنی اصلا یه چیزی میخوام بهتون بگم، مطمئنن که اصلا هیچ کس باورش نمیشه، یعنی مثلا تو مخیلم نمیگنجه که چرا مثلا اینا از روز اول این رفتار رو با من داشتن. اومدن روز نامزدی خونمون، دریغ از یه جعبه شیرینی یا یه گل که اینا دستشون بگیرن بردارن بیارن. برای خواستگاری اومدن؟ نه خواستگاری نه دیگه، خواستگاری تموم شد. نامزدی که مثلا حلقه میارن نشون میکنن. یعنی حتی یه جعبه شیرینی و گل نگرفتن دستشون بیارن. حالا مثلا ما هم داشتیم اون گوشه دیزاین داشتیم عکاسی می‌کردیم، حالا موزیک و اینا هم گذاشته بودن، یه دست نزدن، همشون همینجوری از اول تا آخر نشسته بودن. یا ما کلی، خودش هم میدونه، رفتیم خرید واسه یه مراسم و اینا، تا دقیقاً روز قبل از نامزدی و ما داشتیم میدویدیم که من دوست داشتم یه میز فینگر فود بچینم. بابام هی اصرار داشت که شام از بیرون بگیریم. من گفتم نه، دوست دارم نامزدیم فینگر فود مثلا در حد پیتزا و مثلا چیزای کوچیک باشه. بعد مادر شوهرم چی گفته باشه خوبه، نشسته به مادرم گفته که یکی از دوستام بهش گفتم دارم میرم مهمونی، یعنی حتی نگفته نامزدی پسرمه، دارم میرم مهمونی میخوان فینگر فود بدن، اونم برگشته بهم گفته به خودت نون بروری ببر. یعنی میگه اصلا چی جوری میتونی اینا رو بگین؟ یعنی ما این همه زحمت کشیدیم. من اینجا رو متوجه نشدم که شما مشکل اصلی الان با احسان یا با خانواده‌اش؟ هر دوتاش. اول از خانواده‌اش شروع شد، کم کم به خودش رسید. دیگه گذشت، رسیدیم حالا اینا رو باش کنار اومدیم. مثلا ایشون هی می اومد خونه من، خونه ما احسان می اومد، مادرم چند مدل غذا درست میکرد، چند مدل میوه، هی پذیرایی کن، بذار، بردار. من خونه ایشون، مادرش اینا رفتم، یه سری جلوی من سیب زمینی آبپز گذاشتن، به عنوان مثلا تازه عروسشون جلوی من سیب زمینی آبپز گذاشتن. یعنی از اول میتونیم بگیم شما رو نمیخواستن؟ منم دقیقاً همین اینجوری نبوده. ببین آقای دکتر، ما صحبتی که با هم کردیم، اول اصلا این شرایط نامزدی که ایشون میگن، من خانواده‌ام یه مقداری مذهبی هن و به نسبت شاید علاوه از خانواده ایشون بیشتر. تایمی که ما نامزدیمون بود من یادم نیست، ولی فکر میکنم مثلا شهادتی چیزی بود. خانواده منم نه شب یلدا بود. آخه شب یلدا حالا تایم خیلی گذشته، من یادم نمیاد. منتها اینکه یکی اینکه خانواده من خب توی این موارد خب تازه باز خیلی به دل من اومدن جلو که آقا مثلا میگفتم فلان روز نذاری، ما مثلا گذاشتیم که مثلا بیا تو شب یلدا چه میدونم ولنتاین هر کدومش توی مناسبتی باشه، ولی خب دست آخر مثلا اگر مورد این چنینی پیش می اومد خب یه مقداری با اکراه خب میخواستن همراهی بکنن. من یه آدم شخصیتی دارم، میگم فلکسیبلیم، با همه مدل کنار میام، ولی شرایط سختی برای خودم ایجاد شده که هم باید حرف خانواده‌مو بشنوم، هم باید حرف خانوممو بشنوم. این وسط هم من هیچ کارم و انگار دور جون ببخشید مرد شورم این وسط، هی باید حرف ایشونو به اون ور انتقال بدیم، انگار حرف اون ور رو به این ور، و نمیدونم اصلا آچمز شدم دیگه که چی کار باید بکنم.
شرایط چیه دقیقا؟ مثلا منظور شرایط اقتصادی؟ شرایط اقتصادی از اول مثلا بود که سربازی تازه من شروع. سربازی آره. میرفتم، تایم کاری یعنی کاری نداشتم، درآمدی خب چرا نداشتم. پا گذاشتی جلو؟ دقیقاً خیلی اصرار کردیشون، یعنی از طرف خانواده ایشون هی میگفتن نه، خانواده منم البته میگفتن نه، میگفتن هنوز سربازه، بذار سربازیش تمام شه، تکلیف کارش مشخص نیست. من آدمیام که فوق العاده احساساتی ام، ولی اصلا بروز نمیدم، سعی میکنم با منطق تا جایی که میتونم پیش برم. به ایشون میگفتم خب نه، ما اصلا مناسب هم نیستیم، تو هنوز شرایط کارت اوکی نیست، خانواده منم گفتن نه، تمومش کنیم. میومد مثلا محل کار من با این گریه کردن، من بدون تو نمیتونم، من دوستت دارم، اینجوریه و فلان. حتی یه بار سرهنگتون بود، سرهنگشون هم بدون هماهنگی من رفته بود خونمون، با ایشون نشستن با خانواده‌ام صحبت کردن که مثلا من هورا رو میخوام، هر جوری باشه من تمام تلاشم کنم که خوشبختش کنم. باز نه یا بگو که من اسلحه نذاشتم، تو هی اصرار میکردی، من هی میگفتم نه، که حتی خانواده‌اش هم پدرش اومد به من یه شب منو کشید کنار، گفتش که البته ایشون هم جدا باهاش صحبت کرده بود، احسان بیشتر از تو عاشقه، تو اصلا عاشقش نیستی. گفتم از چه نظر مثلا میگین؟ میگفت این داره میدوه، تلاش میکنه که تو رو راضی کنه به تو برسه، تو این کارو نمیکنی. گفتم که خب من شاید تو رفتارم نشون دادم، وگرنه منم قلبا خب دوستش دارم، پسر خوبیه، پاک، نجیبه، دوستش دارم، ولی خب منم شرایطو بالاخره میسنجم. که حتی قضیه نامزدی و این مسائلی هم که حالا میگم خانواده‌اش رفتار میکردن همینجوری تمام شد، رسیدیم به عقد. حتی پدر مادرش گفتن ما شرکت نمی‌کنیم، چون میگم هم زمان کرونا بود، مثلا میگفتش که نه، من خانواده‌ام کلا کرونا گرفته بودیم، ولی تایم دوره و نقاهتش گذشته بود. گفتش که نه ما شرکت نمی‌کنیم، اینا کرونا داشتن، ما بیایم اونجا مریض میشیم. در صورتی که روز آشنایی که اینا اومدن با ما رفتیم بیرون کافه صحبت کردیم، پدر مادر ایشون کرونا داشتن. پدر مادر ایشون رو تا خونه رسوندن توی یه ماشین، یه فضای بسته، ولی حرکتی که خانواده احسان انجام دادن انجام ندادن. یعنی همه اینا خب به من برمیخوره، چجوریه که مثلا خانواده تو کرونا داشتن، ما نمیگفتیم فلان ما مریض میشیم، ولی خانواده تو این رفتار در قبال ما کردن. که حتی یه روزم من رفتم خونهشون، رفتیم صبحانه بخوریم، که یه دفعه خواهرش با مادرش اینا رسیدن و اصلا ما قصد داشتیم زودتر بریم از اونجا، ولی خب اینا اومدن خونه. خواهرش نه گذاشت نه برداشت، همین خواهرش که میگم باردار شده به ما نگفته. زنگ زد همونجا تو ماشین، چرا این دختره رو آوردی اینجا، این کرونا داره، این فلانه، تو نمیفهمی ما مریض میشیم. بعد منم همین جوری اشک میریختم که چرا خواهرت مثلا میدونه من تازه مریضیم، خوب شده، روحیه‌ام ضعیفه، حداقل میذاش من از پیش تو میرفتم بهت میگفت. یه کلی خواهرش زنگ زد، عذرخواهی کرد و اینا. ما هم هی می‌خواستیم بگیم نه آقا این رابطه به درد نمیخوره، شما بی احترامی کردین به دختر ما، مثلا تو سربازی کار نداری، ولی هی ایشون هم هی گریه، اصرار و اینا که ما زودتر با هم ازدواج کنیم. مسئله حالا تفنگ گذاشتن رو سر و اینها رو داری میگید دوست داشتم و براش هم تلاش کردم. ببین آقای دکتر، من این چیزی که میگم بهشم 10 بار گفتم، شاید یه بخشش واقعا درست نباشه و واقعا باید یکی از نکاتی باشه که قبل ازدواج بهش توجه بشه که من کمتر توجه کردم، یا شاید خود ایشون. این همون نکات فرهنگیه، چه میدونم تفاهم خانوادگی و این موارد. ولی من واقعا انقدر خودش رو میخواستم، به قول خودش خانواده خودم، حتی خانواده خودش جلو همه وایسادن. خب یعنی هر حرفی که بود میگفتن آقا این به خاطر این دلیل نه، این اینجوری شرایط مانع ایجاد میشد. من واقعا تلاش میکردم اون رو حل بکنم که با هم دیگه ازدواج کنیم. خب چون هر روز اول با هم صحبت کردیم، گفتم من قصدم ازدواج، ازت خوشم میاد فلان فلان، و اینکه تلاشمو واقعا کردم. خودشم چیزی که من دارم نگاه میکنم، میگه آقا خاطرشو میخواستم، صد خودم تلاشمو کردم بهش برسم. بله. من اینو متوجه نمیشم که وقتی بهش رسیدی، مثلا رفتارهایی که بوده، مثلا میگه آقا نمیدونم مثل غذا، مثل بله. حالا مکالماتی که بوده، خب شما این بین چی کار میکردی؟ الان شما صحبتت اینه که ایشون ازت دفاع نمیکرده یا میدونید، چون به هر حال خانواده شما به شما متصلن، خانواده ایشون به ایشون متصلن. من میخوام ببینم که توی ضربات یا تنش هایی که به وجود می اومده شما من سعی میکردم مدارا برای حل موضوع. ببین من نه دوست دارم خانواده‌مو ناراحت کنم، نه دوست دارم مطمئنا خانومم ناراحت کنم. ولی بیشتر طرف خانواده همیشه میگیری و هنوز هم اصلا تفکر ایشون اینه که من همیشه پشت خانواده‌مم، تو رو ول میکنم فلان فلان. میگم بابا ببین من
شخصیتی اینجوری هم. حالا میگم شاید اشتباهه ولی تفکر من اینه که این درسته، نمیدونم. حالا به هر حال پدر مادر من سنشون از من بالاتره، جایگاه پدر مادر منم دارن. ایشون همسر بنده است، احترامش واجبه، دوستش دارم، همه جورم براش هر چی بتونم مایه میذارم. ولی اینکه خونه مثلا تفکر ایشون اینه که هر مطلبی پیش میاد من انگار برم تو روی پدر مادرم وایسم 4 تا لیچار بگم، بزنم تو گوششون، مثلا موضوع رو حل بکنم که بگم آقا مثلا چرا به ایشون اینجوری گفتی یا یه اتفاق افتاد ناراحت تو گوششون. من میگم توجیهشون نکن وقتی که خودت هم میدونی کارشون مثلا هر پیش میاد یه کن. اتفاقی میفته، من به ایشون چی میگم آقا حق میدم به تو، ایشون آقا سنش بالاه، شرایط سنیش ایجاب نمیکنه خیلی مثلا مثلا قربون صدقه تو اون جوری که دوست داری بره، یا مثلا فلان اتفاق میفته فلان حرفو میزنه، اثر مثلا کینه و چه میدونم عداوت و این داستانا نیست. سنش بالاه، سن بالا یه سری چیزا رو میطلبه که من و توی جوون یه مقدار کرنش کنیم، بذاریم رد شه موضوع. ولی ایشون این اتفاق نیاد، چون بارها هم دقیقا مثال مشابهش رو بهش زدم، گفتم آقا ببین مثلا فلان موضوعات پیش اومده، شاید برای تو مهم نیست ولی اتفاقا برای من مهمه، از سمت خانواده تو پیش اومده، من انقدری که تو بلوا کردی اصلا این کارا رو نکردم، یه نه خیلی دیگه بهم فشار بوده، یه بار به تو گفتم موضوع جمع شده نشدم دیگه برام مهم نبوده، پذیرفتم که همینه. مادر شما تیکه نمی‌ندازن. نه هر جواب تو بهت دادم، گفتم ببین شما یه مدلی، من یه مدلم، اونها یه مدلن، اینها هم یه مدلن. خب این مدل ها داره با هم استکاک کردن. خب همینو من آخه از این ناراحتم که خانواده ایشون تحصیل کردن، یعنی میگه پدر مادرم از سنشون بالا، سن بالای 20 سواد نیستن. مادر شوهر من دانشگاه شهید بهشتی تحصیل کرده، پدر شوهرم دانشگاه شریف درس خوندن، ولی از نظر آداب و مثلا چی میگن آداب و رسوم واسه من عروسشون هیچ رسم نداشتن. من احترام نگذاشتن. من میگم به عنوان عروسشون که عروس آوردن اصلا توی یه خونه، برای من هیچ کاری نکردن، یعنی یه سرویس طلا برای من نخریدن، برای من یه عروسی نگرفتن. پدرشون یه مبلغی داد گفتش که باش هر کار می‌خواید بکنین باش خونه میتونین اجاره کنین، میتونین برین خونه مثلا بخرین هر کاری یا ماشین بخرین. ایشون هم با خانواده‌اش صحبت کرد، مشورت کردن، رفتن یه زمینی چیتگر معامله کردن که از 2-3 سال پیش تا الان هنوز کلنگ اون زمینه نخورده. گفتم چرا با من زنت مشورت نکردی؟ البته مشورت هم کردن، نه با خود شما مشورت به زور و اصرار که من با پدرم اینجا رو پیدا کردم، این نمیدونم خوبه باید انجام بدیم، اینجوری مشورتش اینجوری بود. و اینکه حالا میگم انقدر خانواده‌اش کارهای مختلف کردن، حالا بخوام تعریف کنم خیلی. اگر حالا شما عروسی نگرفتید یا مثلا ما عروسی نگرفتیم. دکتر من اینو بگم که سوء برداشت نشه، چون واقعا میخوام موضوع رو یه شخص ثالثی برای ایشون ابهامو برطرف کنه. ایشون یه تفکری داره تو خونه خودشون، منم بچه آخرم ایشونم بچه آخر، منتها تو خونه ما این مدلی نبوده که مثلا من همیشه حرف آخر رو بزنم. ایشون اینجوریه که تو خانواده‌شون هر چی ایشون میگه باید اجرا بشه. خب برای اینکه خودشون از من نظر میخوان، نه اصلا بحث نظر نیست. نظر اینه که من از شما نظر میخوام، نظرتو میدی قابل احترامه، اگر که بخوام تو فکرم باشه انجام میدم، نخوام نمیدم، انجام نمیدم. و اینکه ناراحتی قاعدتا شما نباید داشته باشید، نظر دادی. ایشون اینجوریه که اگر نظر میده باید اتفاق بیفته و اگر انجام نشه کلا یا قهر میکنه یا جر و بحث میکنه یا داد و بیداد میکنه یا دیگه حالا با من باشه به یه جایی باریک برسه فحش و بد و بیرا میشه. قضیه به این صورت، من میگم ایشون چون توی اون سبک زندگی کرده، من هر چی میگم باید بشه، من اینجوری نبودم و نیستم، تو کتم نمیره حقیقت رو کرو راست. خب خانواده هم که تشکیل داریم، مرد خانواده منم، ایشون باید اینو بفهمه، متوجه باشه. حالا قشنگشو بگم که آقای خونه منم، شما هم به عنوان خانم خونه محترمی قبول دارم، همه کارا رو من با شما مشورت میکنم، ولی اینکه بخواد هر چی شما میگی بشه، خب این نیست، این تو خونه بابات بوده. من هر کاری که انجام دادیم از بیس زندگیمون، روز اولی که خودش میگه تمام موارد رو با خودش مشورت کردم. مثلا مبلغی که میگه پدر من داده بود کمک، من گفتم آقا ما میتونیم کارا رو بکنیم، عروسی بیا نگیریم، به جاش بریم مثلا خونه پیش خرید کنیم برای آیندهمون، که فکر نمی‌کنم هر کسی دیگه هم جای ما باشه توی این اوضاع احوال اقتصادی و موارد این چنینی کار غیر ما بخواد انجام بده. حالا
انتخاب کردیم. گفتم ببین اتفاقا گذاشتم گزینه‌ها رو روی میز جلو خودش، توضیح دادم آقا اینجاست، با بودجه ما این میخوره. من رفتم، تو که نمیای وقت نذاشتی، من رفتم مشورت کردم، رفتم پیگیری کردم، بهترین مورد اینه. خب اوکی. خب گفتی میخوام انجامش بدم، یعنی خدا شاهده منم اصلا نبردی. نگو که من باهات مشورت کردم. مشورت یعنی که انجام دادم یا ندادم. نداره تو به انجام موضوع که دادی. شغل شما چیه؟ من الان تو کار تعمیرات لوازم خونگی هستم. من یه چیزی رو حالا این بحث استکاکه تا کجا میره، اینکه من آقای خونم یه مورد در حدی که ببین من یه نظری دارم، حالا شاید اصلا اعتقاد مذهبی نمیدونم، این که آقا مرد خونه چه میدونم، شاید من اینجوری یاد گرفتم، میگن آقا ولی خانومه، تا وقتی دختر تو خونه است باباش میشه ولیش، وقتی ازدواج میکنه شوهرش میشه. یعنی در حدی که من اینو دیگه بالاخره نمیدونم، میگم سر اعتقاداته که مرد هر چی میگه اگه تو بخوای خلافش اجرا بکنی اصلا برای تو معصیت داره. من تو این نمیگم تو این فازاما، ولی به این یه سری چیزا اعتقاد دارم. آره. کما اینکه تا الان هر چی اتفاقا ایشون گفته شده، کار با این نداریم و من سر دوست داشتم واقعا هی کوتاه اومدم و حسم میکنم یکی از مشکلاتمون اینه که من دقیقاً روز اول هی جلوی صحبت ایشون کوتاه اومدم، کرنش کردم، الان اون جایگاه خودمون تو زندگی ندارم. هر مرد خونه نیستم. هر چی ایشون میگه باید بشه و نشه هم گفتم یا دعوا میشه یا جر و بحث، فحش و بد و بیرا، این داستانا که بازم من هی مدلای مختلف میگم پیاده کردم. آقا عزیزم قربونت برم، مثلا قربون صدقه درست نشده، دعوا کردیم درست نشده، خواستم مثل خودش برخورد کنم بازم نشده، به این نتیجه رسیدم آقا اگر زندگیمو میخوام مثلا چه میدونم میخوام دیگه این تنشا نباشه، اوکی هر چی ایشون میگه رو بذار انجام بدیم که فضا آروم یه سری موارد هست که یا بدترین موردشو که یک واقعه است برای من بگی. یه سری موارد هست از نظر ایشون درسته، خب از نظر من درست نیست. مثلا میگه که بریم ماشینمون رو بفروشیم، الان مشکل آخری که ما داریم، حالا مشکل نیست بالاخره داره مشورت میکنه، ماشینمون رو بفروشیم فلان ماشین رو بخریم، میبینه بودجهش نمیخوره، میگه که نه بریم طلا بفروشیم بذاریم رو پولش که بریم ماشین بخریم. میگم خب الان اولویت ما خونه است، ما باید بریم خونه بخریم بعد ماشین. میگه نه من الان ماشین میخوام. نه الان اینا بحثای حالا مالیه، بحث رابطتون میگه با سطوح مختلف شما درگیر بودید، حالا محبت کرده، دعوا کرده. یکی از بدترین اتفاقا رو برای من بگو، با یک به قول معروف یک واقعه شما بگید، من از زبان شما بشنوم بهتره. آخه مشکلاتی یکی دو تا نمیدونم منظور ایشون چیه از این هر اتفاقی که میفته. من اینو بگم در کلی که حالا باز اینکه خودت چیزی یادت میاد بگی، ما هر اتفاقی که میفته تنشی اول از همه چی از جانب من میبینه. یعنی هر اتفاقی تو دنیا بمب یه جا میترکه مسئولش منم. چرا در این حد هستش که هر اتفاقی میفته جر و بحث با منه، فوششو من باید بخورم، بعد جر و بحثش آخر با من میشه، قهر و نازشم با منه، در آخرم من باید برم نازشونو بکشم که آقا دیگه بس قهر نکن فلان بهمان. بخوام من به مقدار تنش‌زا صحبت بکنم، برخورد بکنم، میره رو فاز این که آقا گریه بکن فلان کن بیسار کن، جر و بحثمون بشه و اینکه ما سر اون مدلی بخوایم کوتاه بیایم. من مشکلی که با ایشون دارم اینه که اصلا به حرف من گوش نمیده، فقط به حرف خانواده‌شه. حالا ایشون برعکسش ببین این که دخالت نمیکنن اوکی، ولی ایشون برعکس میگه که خانواده من دخالت میکنن. ولی جالب اینجاست من قدری که اصلا دخالت میکنن من توجه به حرف اونها نمیکنم، احترامه رو منظور میذارم، ولی خودم تصمیم گیره زندگی من. ولی ایشون نه، برعکسه. جالبم برای من اینه که ایشون خانوم خونه است، باید به حرف من باشه، هر چیزی که اگر نگنم از اون ور سوال میکنه اونو اجرایی میکنه. من مثلا یعنی پدر مادر خانواده‌اش، مثلا ما میریم خرید میکنیم با هم، من پیششم شوهرشم، از من نظر نمیپرسه، زنگ میزنه مادرش مامان اینا رو عکس میفرستم مثلا کدومش خوبه، اتفاقا نظر میپرسن شما درست جواب نمیدی. خب جوابتو چندین بار دادم، اون اوایلی کار رو میکردم، دلیلش به خودشم گفتم به خاطر اینه که من اتفاقا خیلی هم دوست داشتم نظر بدم، ولی هر چیزی که میگی به ایشون کار خودشو میکنه، آدم بهش یه مقداری بیشتر از یه حدی دیگه میره جلو برمیخوره. مثلا میگه این یا این، میگم این، میگه خب پس این. یعنی دقیقاً برعکس اون موضوع رو هی اجرا میکنه و اصلا اهمیتی هم به نظر دادن آدم نمیده.
یعنی میرید برای خریدی چیزی آره. مثلا شما اینو انتخاب میکنید. من بازم یه واقعه نفهمیدم. آقا فلان جا فلان اتفاق افتاد، یک برای من یه داستانی رو بگید که من توش یه شدت تنشتون رو ببینم. من الان میخوام بگم یادم افتاد. مثلا ایشون میگه من مرد خونم، هر چی میگم تو باید بگی چشم. من 2 سال از ایشون بزرگترم، از احسان من 2 سال بزرگترم. از نظر من چیزایی که حالا شاید درست نباشه، چیزایی که توی سن ایشون الان مشکلی نداره، از نظر من تو این سن مشکل داره. به خاطر همینه که با هم دعوا داریم. من میخوام بهش بفهمونم 2 ساله که مثلا اینی که تو داری میگی دیگه اشتباهه. خب از 2 سالم حالا بخوای فکر بکنی، دختر از نظر بلوغ فکری از مرد خب بازم من اینو اتفاقا قبول ندارم. خب حالا شما و اینکه مثلا این آخریا که یه دعوایی هم داشتیم، برای کی این دعوا؟ شاید کمتر از 1 ماه. یه دعوای جونداری که توی بله، حالا 1 که ماه 1 هفته ما به خاطرش داشتیم دعوا می‌کردیم. خب موضوع رو قشنگ ببینم. احسان اصرار داشت که تولد خانم یکی از همکاراشون ما شرکت کنیم. همکارش هم من عروسیش عقدشون دعوت بودیم رفتیم و اینا. خانمش رو خب دیده بودم، خودش هم دیده بودم. تولد خانمش ما رو دعوت کرد که مثلا بریم باغ با دوستای اونا دوره هم باشیم. یه سری اخلاقیات که احسان داره و من خوشم نمیاد، حالا خودش میگه آداب اجتماعی، ولی از نظر من درست نیست. من خودم به شخصه شاید تا 3مین بار یه نفر رو نبینم، نمیگم باهاش گرم نمیگیرم، باهاش صحبت میکنم، میگم میخندم، ولی اونجوری که بر راحت باشم پیشش نیستم تا بشناسم طرفو. ولی احسان برای اولین بار یه نفر رو میبینه، باهاش دیگه خودمونی میشه و من اینو اصلا نمیپسندم. هی گفتم نه نریم، خب ما اینا رو نمیشناسیم، شاید اصلا جوش جوری باشه که من اذیت بشم. دیگه اصرار که بریم. بعد یه سری اتفاقات. منظور از خودمونی شدن یعنی چی؟ مثلا نمیدونم، حالا میشه مطرح کرد. آره کاملا. ظاهر خانوما یا اونا از نظر پوشش درست نیست، یا شاید یه حرکتایی میکنن که باب میل من نیست. من نمیپسندم که شوهرم بخواد همچین رفتاری رو با اون خانم داشته باشه. مثلا خانم پوششش مناسب مناسبی نداره، ایشون میشینه مثلا باش تخته بازی میکنه، میگه میخنده، من بعد چند ساعت بشینم یه گوشه مثلا در و دیوار نگاه کنم. از نظر ایشون این یعنی آداب اجتماعی و من اینو نمیپسندم. بهش میگم که این کار درست نیست. میگه که تو طرز فکرت مثل خانم‌های 10-50 میمونه. میگم خب هر کیو بیاری دوست نداره اصلا. به نظر من شوهرش بشینه با یه خانمی که ظاهر مثلا خوبی نداره بشینه مثلا بگو بخند کنه. نمیگم باهاش صحبت نکن، صحبت کن و کنار شما نباشه. بله. این کنار هم بودنه. چون شما توی مهمونی ما تو هر جایی که میریم دیگه. کنار همیم. منتها ایشون یه فضایی رو ایجاد میکنه که کلا خودشو منزوی میکنه. منم توی یه جمعی که میگم آقا مثلا من و شما تو خونه ایم، رفتاری که ما با هم داریم، یعنی مثلا کاری که میکنیم با یه کاری که مثلا توی یه جمع مثلا 10-12 نفر هستن مطمئنا متفاوته. من تو خونم شاید مثلا لم بدم رو کاناپه یا مبل بخوابم، ولی مثلا توی یه جمع این کار رو نمی کنم. خب دوست دارم پیش اونام دیگه، ما همش پیش همیم. وقتی توی یه جمعی هستیم خب دوست داریم با کنار هم بودمه استفاده با همه بکنیم، معاشرت کنیم. من این مدلیم، من هر کی ببینم در وهله اول باهاش گرم. کسی که پوششش نامناسبه نه که باشه ارتباط برقرار نکنم، نمیتونم راحت باشم، خودم راحت نیستم. حالا میتونم بگم مثلا عقبه‌ای داشته این مسئله، مثلا شما نسبت به ایشون احساس ناامنی داری. ببین مثلا توی فضایی فرد میبینی میگه آقا من اعتماد دارم، خیالم راحته. من اعتماد دارم ولی یکی دو بار حرکت ایشون زده، حالا نه اینکه مثلا از طرف ایشون باشه. شما شغلتون چیه؟ من تو بیمارستان اون زمان منشی بودم، ولی الان که دیگه شاغل نیستم. خب این در مورد بحث گذشته است که آره گذشته. من خودم جنس خودم و خانوما قطعا خوب میشناسم. مثلا میفهمم یه نفر داره یه حرکتی رو انجام میده از روی مثلا قصد و غرضه یا بدون منظوره. مثلا اگه بدون منظور باشه میگم باشه اشکال نداره، ولی یه سری حرکت ها و اتفاقات کجا میدونی چیزی با منظوره یا بی منظوره؟ ببین در این حد دکتر یه لحظه برای که طرفو میشناسم. خب تو میشناسی وقتی منم میشناسی. مثلا همکار من دارم صحبت میکنم، همکار من یه خانم مطلقه‌ای بود، از منم سنش کمتر بود. اون زمانی که من تازه با احسان آشنا شده بودم، هر روز ما میرفتیم سر کار. احسان خوبه، احسان جلوی در دیدم. عکساتو نمیشه من نشون بدی احسانو ببینم؟ خب این مثلا تا اینجا چه ربطی من نمیگم به دکترم گفتم، در مورد شم زنانه صحبت میکنه.
بعد دیگه گذشت ما با اونم یه مراسمی رفتیم، حالت تولد بود توی کافه. بعد اومدن نشستن و با همه سلام احوال پرسی کرد، دست داد، نشست. یعنی مثلا فکر کنید یه ربی نشسته بود، خب داشتیم صحبت می‌کردیم، بعد دفعه اینجوری شما رو ندیدم، برم یه دور با شما سلام علیک کنم، پا شده اومده مثلا با این دست داده. حالا باز میگم با دست دادنم اشکال نداره، من شخصا به احسان میگم دست دادن از نظر من شاید خیلی چیز مهمی باشه، چون میگم اینا رو دیدم دیگه، خانوما بالاخره یه حرکتی میزنن که حرص طرف مقابل در بیارن. واقعا چیز مهمی نیست. مثلا شاید یه خانمی باشه 40-45 سالش باشه، احسان بخواد دست بده، من نمیگم میگم اشکال نداره. خب خانومه مثلا فهمیده است، سنش جا افتاده است، اشکال نداره. ولی یه دختری که نه اینو من قبول ندارم، یه دختری که من میدونم، ببخشید حالا لحنش واقعا درست نیست، داره کرم میریزه، قشنگ خودم متوجه میشم. یعنی ما اون روزم توی برف گیر کردیم، داشتیم تو مسیر برمیگشتیم، همه رفتن، فقط این خانم مونده بود توی ماشین و ما و یکی از دوستای دیگه. تا ما راه افتادیم اینم پشت بند ما اومد. بعد آخرای جاده که رسیدیم هی نور بالا و فلان، گفتم که خب احسان بریم اونجا، بچه‌ها مثلا 10 قدمی ما وایسادن، یه دفعه اونجا وایسیم. گفت نه بذار برم ببینم چیکار داره. رفته اومده، میگم چیکار داشت؟ میگه هیچی. آخه من چیزی رو آخه من هورا الان دیگه مبحثی دارم نگاه میکنم، یکی میخوره خانواده، یکی میخوره به همکارم که بهش نظر داشته، یکی میخوره به این که میشینه تخته بازی میکنه. من یه چیز منسجمی از این آدم نمیبینم که رنج شما باشه. نمیدونم منظور بزرگترینشه، اصلا بزرگترین نداره آقای دکتر. یه بزرگترین چیزی که تو ذهنت از این آدم داره حالتو بد غمه هست، اینو بگو و ما منسجم بریم جلو، چون وقتی پراکنده بشه گم میکنیم موضوع رو. میخوایم موضوع اصلی رو پیدا کنیم. ترجیح میدم موضوع در مورد خانواده ایشون باشه، چون هنوز هم که میگم الان تقریبا 3 ماه من باهاشون رفت آمد ندارم. احسان یه چند وقت پیش رفت باهاشون صحبت کرد، گفت هورا از بابت این قضیه ناراحت شده. میگم نه تماسی گرفتن نه کاری کردن که بخوان این مسئله بهتر بشه، مثلا حل بشه. حتی باز امروز احسان میگه که تقریبا 2 هفته پیش مادرش آنژیو کرد، رفتش عیادت. به من میگه امروز اصرار به خاطر من بیا بریم خونه مادرم اینا، که مثلا یه عیادتی از مادرم هم میگم خب من نمیخوام بیام. چرا؟ چون که از اولش من هی قر زدم شاید در مورد رفتار خانواده‌اش. ایشون اون اوایل یکم پشت من در میومد، شروع کردم جنگیدن، دعوا. یعنی ما به خاطر خانواده ایشون شاید بگم 3 سال اول زندگیمون، 3 سال و نیم اول زندگیمون کتک کاری داشتیم، همو میزدیم. یعنی من به خانواده ایشون یه چیزی میگفتم عصبانی میشد، یا مثلا بی احترامی که من نمیتونستم از خودم دفاع کنم، که مثلا میگفتم اینجوری متوجه نمیشد، مجبور بودم خب حالا یکم بی احترامی کنم که حالا توی دعوا هم خب عزیزم دست من نیست، حلوا خیر نمیکنن که. ایشون شروع میکنه مثلا کتک کاری و هیچ وقت اینا مثلا به پزشک قانونی بیمارستان نه تا اون حد نبود، ولی خب نبود. ببین آقای دکتر ایشون در اون حد نه، مثلا بی احترامی میگم جلوی دهنمو میگیره، به مرز خفگی نمیتونستم نفس بکشم، می‌خواست انگار خفم کنه. من کلا یه آدمیم 10 ها بارم بهش گفتم که ببین با من مشکل داری، به من هر چی میخوای بگی بگو، اصلا مهم نیست. نه که موضوع مهم نیست، با هم حلش میکنیم، من با این موضوع کنار میام. ولی به خانواده من، چون من به خانواده تو بی احترامی نمی کنم، یکی از خط قرمزایی هم که روز اول بهش گفتم آقا احترامه، مخصوصا کلامی. من بعدم میاد یه نفر تو خیابونم به خانواده من توهین بکنه، اصلا با خودم شاید 4 تا چیزم بگم برام مهم نباشه، ولی خانواده برام مهمه. به خاطر همینم احترام خانواده تو رو متقابل گرفتم. ولی شما این مدلی نیستی. خیلی چند بار این اتفاق افتاده که مثلا خیلی به شدت، یعنی مثلا هر بار در معرض خفگی یا مثلا آسیبای جدی، از هر مثلا 4 بار 3 بار شاید اینجوری بوده، یا مثلا من اینجوری عین چیز بلند میکرد پرت میکرد رو زمین. یا آخرین باری هم که حالا دعوامون شد، این اولی سالگرد ازدواج ما با خانواده ایشون رفتیم مشهد. بعد حالا رفتیم اونجا عکاسی فیلم برداری، مونده بود یه فیلمی که حالا من دوست داشتم احسان وایساده باشه توی راه پله، دست گلو گرفته باشه، من از پشت بیام بزنم روش شونش، حالا برگرده گلو بهم بده.
چون از حرم اومده بودیم، خسته بودیم، نهار نخورده بودیم. ایشون هم یه آدمیه که میگم مثلا گرسنه نمیشه، دست خودش نیست دیگه، اصلا نمیفهمه چیکار داره میکنه. بعد به پدر ایشون گفتیم بیا یکی دو بار مثلا از ما فیلم بگیر و خانواده ایشون به شدت میگم مخالف بلاگری مثلا پیج داشتن منم. حالا به زور ایشون اومد یکی دو تا فیلم بگیره و اینا، من زاویه‌شو دوست نداشتم. بهش گفتم بیا یه بار دیگه بگیریم. پدرش هم خسته شد، حالت این که می‌خواست بره دیگه داخل هتل. منم ناراحت شدم، رفتم طبقه پایین، حالت ناراحت طور و قهرطور. اومد پایین گفتش که آره بابای من با این سن مگه مثلا مسخره تو وایساده اونجا و اینا. منم گفتم نمیخوام بیام. یه دونه خوابون تو گوش من. یعنی اولین سالگرد ازدواجمون که قشنگ همه رد انگشتش رو صورتم هم مونده بود. کلی هم گریه کردم جلوی خانواده‌اش. خب بالاخره آدم شخصیتش خورد میشه دیگه. از اون روز واقعا من هر کاری هم که میگم به شدت از خانواده‌اش متنفرم. یعنی هر کاری که بخوام بکنم نمیتونم ببخشمشون، نه احسانو نه خانواده‌شو. من حرف زدن دارم. من چندین بار به ایشون گفتم از همون اوایلی که با هم حالا همون در همین حد جر و بحثمون میشد که بخش عمده از نظر منم بخش عمده ای از این اتفاقات مسببش تویی، خود تویی. به خاطری که میگم توی فضای خانوادگی بزرگ شدی، از نظر من خیلی لوسوار اومدی. تو مثلا همون تخم مرغی که میگه من تو خونه‌مون تخم مرغ می‌خوردم، هیچ مشکلی نداشتم. تو اگر یه چنین اتفاقی میفته با همه جر و بحث می‌کردی و قهر و ناز می‌کردی و این داستانا. منم این فضا رو نه داشتم نه تمرین داشتم که بخوام براش آماده باشم و نمیتونم این مدلی تو رو از بابت احساساتی بخوام ساپورت کنم. چرا؟ چون انقدر دغدغه فکری و کاری و موارد دیگه دارم که این موارد بخواد بیش از یه اندازه‌ای بشه دیگه واقعا توانش رو ندارم، روحی، روانی، جسمی، هیچ. ببین عزیزم من شاید منم خیلی شبا تو خونه خودمون با خانوادم تخم مرغ خوردم، هیچ اشکالی نداره. آدم از چیز شکم نمیمیره که حالا هرچی هست یه لقمه نون و پنیر هم میخوره، ولی با تازه عروسی که همیشه میره خونه‌شون تخم مرغ هم حتی نبود. یعنی مادر شما گفتش که تخم مرغ و سیب زمینی گذاشتم، یعنی رفتیم نگاه کردیم تخم مرغ هم نبود، سیب زمینی بود. این مواردی نیستش که به اول از همه بیان شه. دوم اینکه 100 بار ما رفتیم اونجا، اتفاقا هی پرسیدن که ایشون چی دوست داره، براش غذایی که مد نظر بوده رو درست کردن. یه شخصیتی داره که به هیچ عنوانم ازش کوتاه نمیاد از این مدل ویژگی که فقط و فقط و فقط نیمه چی میگن خالی لیوانو میبینه. فقط یعنی توی خانواده خودش هم به همین سبک داره زندگی میکنه. من اصلا اینجوری نیستم. من اتفاقا دقیقاً نیمه های پر لیوان رو میبینم، برعکس همین. به خاطر همینم هی با هم تنش داریم. شاید اگه منم مثل خودش بودم، قرقرو بودم، چه میدونم هی مطالبه میکردم از همه این ور اون ور، فقط میخواستم خودرأی باشم، حرف خودم بشه و شاید انقدر با هم مشکل نداشتیم. چون من یه مقداری نرمال تر نسبت به ایشون دارم با مسائل رفتار میکنم، زندگی میکنم، با هم تنش داریم. مواردی که میگه بهش میگم ببین تو دست میذاری روی چیزی که نباید بذاری، میدونیم من حساسم و اون کار رو هی تکرار میکنی، دست منم نیست. من یه چیزی رو احسان دارم نگاه میکنم الان برای غم بزرگی که داشته تو اولین سالگرد ازدواجش و خب بدترین اتفاق براش افتاده. تو چی کار کردی این غم کم بشه؟ هیچ کار. تا جایی که تونستم خب پای دلش رفتم بالا. نه هیچ کار نکردی، واقعا هیچ کار نمی‌کنی. نه توان نداشتم، یعنی مثلا برم براش چه کادوی طلا تنها بگیرم فلان کنم مثال کنم، ولی در حدی که بتونم آقا مثلا عذرخواهی بکنم، چه میدونم ببرمش مثلا یه مثال یه شامی بیرون از پای دلش بالا برم، یا مثلا توجیه بکنم بگم آقا مثلا به این دلیل بوده، ببخشید شما درست میگی ولی کوتاه بیا فلان. با این چرا انجام شده. ولی اینکه ایشون یک آدم به شدت کینه‌ایه و هر اتفاقی که میفته رو ریز بریز از همین مواردی که میگه، مثلا نامزدی 5 سال گذشته ما سر خونه زندگی خودمونیم، من کینه‌ای نیستم ولی تو ذهنش میمونه هیچ وقت هم پاک نمی‌کنی. چون حرکت کوچیکی نیست. شما وقتی میریم خونه خودتون، منو جلو خانوادت اصلا ببخشید میکنید توی انگار
کجا و در میاری؟ چون که عزیزم 4 سال 5 سال تمام این رفتارا رو تحمل کردم و من آدمیم که روز اول پدرم بهت گفت. من یه چیزی رو دارم نگاه میکنم. این سالگرد اولین سال ازدواجتون شما رفتید حالا مسافرت و این دعوایی که داری میگی شکل گرفته که به این اتفاق رسیده، شما از خستگی و ناراحتی پدر و همچنین خودم غمگین شدی یا عصبانی شدی، بعد رفتی پایین به این جنگ رسید. خب چرا این اولی سالگرد دوتایی نرفتید که خب حالا مثلا میدادی یکی این عکس میگرفت یا فیلمو میگرفت یا هر چیزی؟ از نظر ایشون اصلا سالگرد، تولد، مراسم چیز مسخره است. یعنی ما هنوزم بعد چندین سال، همین چند وقت پیشا 25 ولنتاین سالگرد ازدواج ما بود. یعنی هر مراسمی هم که داریم، تولد من، تولد خودش، من باید تدارک ببینم. یعنی حتی برای عکاسی عقدمون، عروسیمون، من دنبال عکاس بودم، دنبال لباس بودم برای خودم، برای ایشون. یعنی همه کارا رو دوش منه. چون این خودش رو عقب میکشه، اصلا خودش رو عقب میکشه، میگه من اصلا اهل این چیزا نیستم، دوست ندارم. میگم با مهمترین روز زندگی یه آدم تولدشه. تو تولد من یک شاخه گل برای من نمیگیری بیایی، بعد تولد خانم دوست داری این تومن بهش کادو میگیری، روز تولد من میرسه میگی ندارم برات یه شاخه گل 100,000 تومانی. آیه دکتر من راجع به این حرف توضیح عقبه‌ای بگم که خودش متوجه فرمایشی که الان کرد باشه. ببینید من از تایمی که با هم آشنا شدیم من سرباز بودم، علنا کاری نداشتم، یه سربازی میگرفتم 2.5 میلیون. تازه وقتی که اضافه شده بود اواخر خدمتم ایشون داشت حقوق 6.5 میلیونی میگرفت. من از همون بیس اصلا با هم نامزد بودیم به خاطر که بهش نشون بدم بابا مثلا من حامیتم، چه میدونم فلان، این حرفا، پول تو جیبی، این موارد. 1.5 میلیون از پول حقوقمو میدادم به ایشون. نه اصلا تو به من همچین چیزی رو نمیده، دروغ نگو. تو اصلا اینی که داری میگی همچین چیزی نیست. تو همین الانش هم بعد 3 ماه 4 ماه داری به من خرجی. اجازه بده خب تا بگم. من از اون بیس بهش یعنی این چیزا رو نشون دادم، اصلا نمیدید. من رفتم مثلا سر خدمتم چقدر من سر این موضوع بازداشتی خوردم، اضافه خدمت خوردم که پیچوندم، مثلا به خاطر خواستگاری، به خاطر موارد این چنینی رفتم تا بازار گل براش تاج گل پیدا کنم و موارد حالا این مدلی. اصلا براش انگار نمیگم مهم نیست، فقط تو لحظه شاید یه خوشحالی بکنه ولی اینو نمیذاره پس ذهنش که آقا ببین من این کارا رو برات کردم، هزینه کردم، تو نداری، وقت گذاشتم تو تایمی که اصلا نمیتونستم، شرایطشو نداشتم. دقیقاً منت میذاشت. بخاطر اینه من هیچ وقت نمیدیدم. من اول نمیگفتم که برای دلم کردم. برای من یه لباس خرید، بعدش میومد میگفت ببین من 600 تومن ته حسابم بود، 300 تومنش رفتم برای تو لباس خریدم و ببین من نداشتم برات این کارو کردم. یعنی انقدر منت میذاشت، همون موقع میگفتم حاضرم اینا همین الان بندازم تو سله آشغال، چون منت میذاری. میای میگی من ندارم، من فلانم، اصلا تو میتونستی نری لباس بخری. همش از اول که حالا شاید از همون دوران نامزدی سال اول به بعد. من دقیقاً تو اسمشو میذاری منت، ولی من دارم میگم آقا من این کارو کردم که از اول نگفتم. تو انقدر هر وقت که میشه، چون شرایط مالی خوبی نداشتم، هی می اومدی میذاری تو سرم که آقا تو هیچ کاری برای من نکردی. و این حرف فکر میکنم برای هر مردی که از زنش به قول شما کسی که بهش پناه میبره بشنوه واقعا خراب کننده است. یعنی روح و روان تو اجازه بده میریزه به هم. تو شاید این مدلی غرور زنونه داشته باشی ولی واقعا غرور مردونه تو این موارد یه ذره حائز میومد به خاطر خانواده تو من کتک کاری میکرد، بعد میرفت دست گل میخرید، بیا اینو برات خریدم. من چه خوشحالی بود. اصلا نمیگم، من اصلا راجع به اون نمیدیدم. لباس میخریدیم مثلا من حقوقم میذاشتی. 300 تومن بود، 350,000 تومن بود. یه ماه میرفتم تو برف و بارون و آفتاب پا میکوبیدم که اینقدر حقوق بگیرم، بعد همون حقوقو میرفتم برای ایشون یه شبه مثلا یه دفعه یه چکمه میخریدم، با خودش میرفتیم کلی اینور اونور که یه چیزی برای ایشون بخرم. ببین من خودم اون موقع دستم تو جیب خودم بود، احتیاجی نداشتم تو برای من کاری نبوده. چون خودم هرچی میخواستم، حتی گوشی موبایلی که من یادم همین گوشی رو اون سال مثلا من خریدم 50 تومن رو من خودم وام گرفتم گوشی خریدم. یعنی اون دوران با ایشون عقد بودم. گفتم بیا این تومنشو تو بده، گفت ندارم بدم. حتی گفتم بیا اصلا 3 تا قسطشو تو بده، من دلم خوشه، شوهرم برام یه چیزی خریده، میگفت من ندارم بدم. خب نداشتم. باز همون چکمه‌ای که می‌خرید منتشو میذاشت، نمیدونم لباسی که می‌خرید به خاطر همین میگم تو روز اول منو دیدی. من خودم می‌خریدم. مشکلات خیلی شاید همین موضوعاتو دارن. تو روز اول منو دیدی، من سرباز بودم، هیچی نداشتم،
شرایط اقتصادی خوبی چه خودم حالا شاید خانوادم نداشتن که اونجوری که شما مد نظرته بخواد انقدر فراهم بشه. من بهت گفتم آقا من هر چی در دویدم، فشار آوردم به همه، چی میگن، جلو همه وایستادم که به ایشون برسم. پای حرفم من بودم و هستم. یه سوال اینجا هست من نمیدونم، حالا این دیگه برداشتیه. الان شما این همه دویدی بهش برسی، خب برای اینکه اون فضا اقتصادی یا اجتماعی هم که میخواسته فراهم بشه، خب اون دویدنه اتفاق افتاده. الان دقیقاً همینو میخواستم بگم. من بالای 12 ساعت تو روز کار میکردم و میکنم هنوزشم. یه 3-4 ماه کار نداشتم، تو خونه بودم، داشتم برای امتحانی بهش میگفتم چرا 3-4 ماه که مال امسال بود. قبل از اون سربازی میرفتم، 1 سال بیکار بودم، خونه خودمون نرفته بودیم. 1 سال بیکار بود، خونه خودمونم نرفته بودیم که بهش میگفتم چرا نمیری سر کار. خانواده من میگفتن نگاه کن سربازیش تموم شد، خود تو به چه امیدی با این ازدواج که هر روز تو خونه شما سر کار بودی؟ من سر کار میرفتم. میگفتش که میخوام خستگی سربازیم در. الان سر کار میری؟ الان نه، به اصرار خانواده ایشون. دقیقاً به اصرار خانواده ایشون و قرهایی که ایشون به خانواده‌اش میزد. این میاد خونه از سر کار، خونه نامرتب. من مثلا در هفته یه روز لانگ بودم، بقیه روزا تا ساعت 3 سر کار بودم. یه جمعه داشتیم، اگه تعطیلات کاری هم زیاد بود که 2 تا تعطیل کاری هم در ماه داشتیم. می اومدم دیگه دور از اون جنازه بودم، انتظار داشت بیام خونه رو مرتب کنم، آشپزی کنم. گفتم با من هفته شب رسیدم خونه تا بیام یه چیزی درست کنم. خب نمیشه اصلا بیا حاضری بخوریم. میگم من حاضری نمیخورم. که پدر ایشون اومد گفتش که اصلا بیا بشین تو خونه، به شوهرت برس، به زندگیت برس، چقدر الان حقوق میگیری من میدم. اصلا من لنگ اون پوله نیستم، هنوز هم خدا رو شکر نیستم. دریغ از 1000 تومان که از اون روز بیاد به من عروس بده. اصلا زنگ بزنه بگه عروس چیزی کم داری؟ حالا که شما سر کار نرفتی دیگه. نه من دیگه نرفتم. ایشون هم به من خرجی نمیداد، احسان به من خرجی نمیداد، چون خودش هم تکلیف کارش معلوم نبود. الان خدا رو شکر به یه جایی رسیده که یه مقدار درآمدش بهتر شده، اوضاع زندگی اون بهتر شده. بهتون بگم 3 ماه داره به من پول تو جیبی میده. ببین آقای دکتر، من یه نظری دارم، شما ببین درسته یا نه. یه زنی وقتی با این مردی ازدواج میکنه، یه دختری با یه پسری ازدواج میکنه، توی اوایل زندگی فکر نمیکنم در حالتی که خانواده‌ها فقط ساپورت کرده باشن یا وضع مالی حالا خوبی داشته باشن، زندگی خیلی خوبی داشته باشن. از لحاظ اقتصادی دارم میگم. من از لحاظ اقتصادی خب ساپورت نبودم، خودم هم شرایط کاری آنچنان حالا پردرآمدی نداشتم. ایشون توقعی از من داشت که یه خانومی مثلا از یه شوهری داره که مثلا مولتی میلیاردره، شاید هم بگه نه ولی واقعا بوده. مثلا به من میگفتش که پول تو جیبی بده، میگم مثلا من کلا حقوق میگرفتم 15 میلیون، تو هم خودت داری 15 میلیون حقوق میگیری، دوتایی داریم با هم کار میکنیم، جمع پولی که گذاشتیم رو هم اجاره خونه بدیم، خرج خونه و فلان و بهمان، که من تازه نمیذاشتم تو پولی که در میوری ته ما میشد مثلا 1 تومن 2 تومن اجازه بده حرفمو بزنم بعد شما هم بگو. یعنی بعضی وقتا من اینقدر کم میآوردم پدرم نه کم نمی آوردی، پدرت همیشه ساپورت میکرد و حامی شما بوده. گوشی منو بده یا قسط چیزی که داشتم بده، تو نمیدادی، من مجبور شدم از پدرم اجازه بده من بگم. ببین شما یه شخص هم گفتم توی خانواده ایشون بوده که پدر همیشه ساپورت میکرده. خب اصلا منم نمیگم بده یا خوبه، ولی من میگم که من آقا اینو متوجه باش، من تو یک پسرم، 2 توی خانواده بودم، من از بچگی میخواستم برای خودم این شلوارم بخرم، پول تو جیبیامو جمع میکردم، یه چیزی اضافه نمیگرفتم برای اون. مثلا هر 3-4 ماه مثلا به اسم این که با پول خودم میرفتم برای خودم عشق میکردم، یه چیزی میخریدم. من با این سبک بزرگ شدم. دقیقاً چه تو همون سن، یعنی تو همون سن کودکی، چه زمانی که اومدی ابتدای ازدواجت بوده، چه تو همون داستان سالگرد ازدواج، شما تمام تلاشتو کردی خوب باشی. حالا یه جایی خواستی پیش پدرت خوب باشی، میدونی، اومدی و به یه مثلا واقعه وحشت، یه جا خواستی پیش پدر مادر باز خوب باشی، ازشون پول اضافه نگیری، دوباره رفتی مثلا به خودت یه جا خواستی پیش هورا خوب باشی، تمام 100 پولی که داشتی و گذاشتی. شما جمله رو گفتی ولی من اصلا واقعا همه چوبی که تو زندگی میخورم از سر همین موضوع است. من واقعا هر کسی هر موضوعی پیش میاد برای من میسازه، به خدا باش کنار میام. خب ولی توقعم از دیگران، حتی از خانواده خودم هم اینه که منو بفهمن.
در صورتی که همه دارن ولی قربونیت میکنن. نمیفهمن دردی که من میکشم و نمیفهمن. ببین ایشون متوجه این نمیشه که من پسر توی خانواده بزرگ شدم که من سعی کردم بار نباشم رو سرشون. بعد تازه اومدم اصطلاحاً مثلا مسئولیت یه زندگی رو گرفتم که گفتم آقا دوست دارم با هم بسازیم. خب وقتی این با هم بودنه معنیش چی میشه؟ یعنی آقا با هم کار کنیم، با هم بذاریم وسط، هرچی هست آقا قسط داریم، خرج داریم، خورد و خوراک، اجاره است، هرچی هست با هم بدیم. خب تو توقعی از من داری که آقا من یه خونه‌ای داشته باشم، جدا ماشینی داشته باشم، من خودم همه این موارد هست، درآمد آنچنانی ما این تومن به شما بدم. بهش گفتم یه تناقض دارم اینجا میبینم. ببین تناقض چیه؟ شما میگه همه رو با هم بسازیم، بعد اوایل صحبت‌ها داشتی میگفتی آقا در فضای حالا مذهبی اینه که مثلا ولی داشته باشه. خب وقتی ولی داشته باشه دیگه نمیتونه خودش بیاد بسازه دیگه، بعد شما بسازی. بعد الان مسئله اینجاست که میگی با هم بسازیم، این آدم یه موقعی میره سر کار نمیره. من میگم از رو اول بهش گفتم این کلام ولی، من میگم که حرفی که من میزنم و شما خیلی مواقع که قریب به 100% مواقع اصلا انجام نمیدهی، ولی برعکسش اتفاقا منی که شوهر شما هر چی میگی به زور و اجبار یا هر دوست داشتن اسمشو بذاری، هر چیزی که هست من برای شما انجام میدم. و این توقع هم از شما اینه. من میگم ببین از تایمی که با هم ازدواج کردیم دقیقا یکی از دیگه از مسائل اصلیمون هم همینه. میگم تو یه شخصیت داشتی، من یه شخصیت داشتم، ولی وقتی ازدواج کردیم به خدا بیای منطقی نگاه بکنی، من 90% خودم رو خراب کردم به خاطر تو، ولی تو 10% خودت هم به زور داری خراب میکنی برای من. چون هر چیزی هم که میگی به همینه. چون اول زندگی بدی نداره که، از اول زندگی جز خوبی اتفاقا از سمت من نبوده. منو تحقیر کردی به خاطر دعواهایی که با خانواده‌ات داشتیم، منو خیلی کوچیک کردی و دل منو به قدری شکوندی. روز اولم پدر من بهت گفت و خودم هم بهت گفتم من آدمیم که یه بار میبخشم، 2 بار میبخشم، 3 بار میبخشم، دفعه 4م واقعا اون آدم از چشمم میفته. میخواد خانواده‌ام باشه، میخواد شوهرم باشه یا هر کس دیگه، دوست، آشنا، فامیل. واقعا دیگه نه که دوستت نداشته باشم، دوستت دارم، قلباً واسم مهمی. یعنی خیلی وقتا هم شده کاری که برام کردی، همین چند روز پیش بهت گفتم تو اگر از روز اول برای منم کاری کردی، خودت کردی با همون به قول خودت درآمدی که داشتی و من قدر میدونم. قدر میدونم ولی قلباً ناراحتم و همیشه توی زندگی احساس تنهایی کردم، چه از سمت خانوادت که من هیچ اهمیتی نمیدونن، برای من هیچ کاری نکردن، چه از سمت خودت چون که خیلی جاها منو تنها گذاشتی. من به عنوان یک زن حالا میگم خودم میتونم همه کارام بکنم، هر جا که کم بیارم رو تو واقعا نمیتونم حساب کنم. یعنی هر سری هر چی بوده پدرم بوده روش حساب کردم، اون کاری بوده برام انجام داده. ولی من به عنوان یک زن همیشه ازت خواستم که به قول تو میگی ولی منی، یه جا به من بال و پر بدی، من بتونم خودم رو رها کنم به عنوان یک زن. ولی همیشه تنها بودم، یعنی توی میگم کمترین چیز قسط گوشیم بود، یعنی من لنگ بودم. خب نداشتم آقا، وقتی ندارم واسه ابزار کارم موژه بگیرم. یه دوره‌ای من رفتم تابستون گذروندم موژه، مثلا موژه کار موژه اکستنشن موژه، می‌خواستم برم ابزار و وسیله بخرم. پول دوره رو که پدرم داد خب نداشتم اون زمان، به ایشون گفتم بده، گفت من ندارم بدم. می‌خواستم برم ابزار و وسیله بخرم تمرین کنم، استادم گفت بخر تمرین کن مثلا 3 روز دیگه بیا پیشم. گفتم به من اینقدر بده، گفت نه ندارم خودت بده. یعنی من با گریه زنگ زدم به بابام، گفتم بابا آخرین باریه که دارم ازت پول میگیرم، ببخشید، مثلا من اصلا دختر خوبی براتون نبودم، هر موقع که احتیاج داشتم به تو زنگ زدم. یعنی خدا شاهده تو تاکسی من داشتم گریه میکردم که چرا مثلا من 1 میلیون از شوهرم میخوام و ایشون 1 میلیون رو به من نمیده. یعنی من همیشه تو زندگیم با تو احساس تنهایی کردم، چه از نظر مالی بوده، خود چون اینو نمیفهمی بوده، چه اگر خواستم برم مثلا یه روز خرید یه جا، بهش میگم بیا با هم بریم. خودش میدونه من هیچ دوست آنچنانی ندارم، دوستام الان خودشون همه درگیر زندگیشون هستن، بچه دارن، نمیرسن با من پاشن بیان مثلا میگم فردا بریم بازار خرید. مادرم که پاش درد میکنه خب نمیاد، بهش میگم با هم بریم، میگه من نمیام، با دوستات برو. آخه تو که میدونی من دوستی ندارم، اگه دوستی داشتم چرا ازدواج کردم؟ من نمیگم حالا بخشش هم اثر تنهایی بوده، دوست داشتم یه خانواده تشکیل بدم، با ایشون برم مسافرت، برم خرید، برم تفریح، دوست داشتم همه چیم با ایشون باشه. شما عروسک رقصون فقط نه، ولی شما همه کارا رو میخوای که من خودم تنها انجام بدم.
دلیلشو بهت گفتم. یه سری دیگه اوایل عقدمون مریض شدم، ایشون منو بردش درمانگاه نزدیک خونه پدرم اینا. خب سرم زدم بهم، من موبایل آورده بودم، ایشون موبایل نیاورده بود. بعد سرم تموم شد، هرچی اومدم گشتم دیدم نیستش. بعد نیم ساعت منتظر موندم، دیدم خب بازم نیست. زنگ زدم به بابام، بابا میای دنبالم، من وسیله ندارم، احسانم نمیتونم پیدا کنم. بعد مثلا نیم ساعت کاشف عمل اومد که چون دوره سربازیش حالا نزدیک خونه پدرم اینا بود، رفته بوده با اون دکه نگهبانی داشته صحبت می‌کرد. نمیگه زنم مریضه تو درمانگاه خوابیده، من وایسم حداقل واسش ارزش قائلشم نیم ساعت یک ساعت سرمش تموم شه ببرمش خونه. میگه من همیشه توی هر مواردی احساس تنهایی کردم و همیشه احساس تنهایی که مظلوم نمایی میکنی. نه مظلوم نمایی نیست، حقیقته. رفتیم جایی که سرم بزنه، ایشون زنونه بوده دیگه، تزریقات خانوما بود، منم نمیتونستم برم داخل چون انتظار داشت من اونجا دقیقاً داخل کنار تختش باشم. چون میبینم شوهر یه نفر دیگه رو خانومش حتی آمپولم میزنه میاد دستشو میگیره. عزیزم خب راه نمیدادن، راه نمیدادن. خانومم پرسیدم گفتم چقدر طول میکشه؟ گفت نیم ساعت تا 40 دقیقه طول میکشه. دم در نشستم، رفتم با دوستم صحبت کردم تایمی که تموم بشه بیام ایشونو بردارم ببرم. سوال، اگه برگردی دوباره ازدواج میکنی؟ توی اون شرایط نه با ایشونا، یا مثلا بگم منظور با ایشون ازدواج نمیکنم. شرایطم چون سختیایی که کشیدم واقعا، حالا شاید یه بخشیدم بگم، واقعا اذیتم کرد و پیشنهادم به هیچ کسی نمیکنم که چنین شرایطی رو بخواد تجربه کنه، چون واقعا یه پسر توی اون شرایطی که زندگی میکنه خورد میشه. ببین که آقای دکترشون میگه من از روز اول هر چی که داشتم صدم و گذاشتم. صد من برای ایشون 5 بوده ولی صد من بوده. این رو ندیده و فشاری که به من میومد دوبله بود، به خاطر که هم ایشون اذیت میشد، هم یعنی من به خاطر اذیت شدن ایشون ناراحت میشدم، هم حرفایی میشنیدم از هر طرف که به هم فشار میومد. میگه نبودم، میگه مثلا من میگفتم خودت برو، چون اوایل یه تایمی من میذاشتم ببین من چیکار باید بکنم، یا باید برم کار کنم چون هیچ حامی ندارم، یا باید با ایشون برم مثلا مثل خیلیایی که ددی ماشینو داده، خونه رو داده، پول اوورد میاد تو حساب، یه کاری دارن که همینجوری خوب پول در میاد توی تایم کم، تایم میذارن با ببخشید دوست دخترش و خانومش و همینجوری بیرون میرن این ور اون ور کافه رستوران اینا میچرخن. من این شرایط رو نداشتم، گناه نکردم که شرایط این مدلی نداشتم، ایشون هم دیده و میدونسته و میدونه. هم بهش میگم آقا تو باید درک بکنی، من اگر که این وقت رو برای تو نمیذارم دارم میذارم برای که کار رو انجام بده. من تایمی که با ایشون ازدواج کردم از 6 صبح تا 12 شب کار کردم، خودش هم میدونه و نبوده خونه نیست. من هم یک هفته پیش گفتم این چه زندگیه، مثل ربات از صبح میری شب میای. اینی که میگه بهتر شدیم به خاطر نوع کار منه. این که میگه بهش توی چند روز مثلا چند ماه گذشته بهش ببین من وقتی آخه چه جوری میشه یه نفر چنین چیزایی توقع اصلا بکنه؟ ببین وقتی خود طرف داره 15 میلیون حقوق میگیره، من 15 میلیون، من با این 15 میلیون دارم اجاره خونه‌مو میدم، خرج خونه‌مو میدم، تازه یه چیزیش هم سعی میکنم سیو کنم. ایشون نهایت 1 تومن چیزایی که خودش دلش میخواد برای خودشه با پول خودش بگیره، توقع داشته باشه من کجا دیگه بیارم که بهش یه پول تو جیبی بدم. خب سعی کردم کار بیشتر بکنم، فشار به خودم بیاد که درآمدم بیشتر بشه. درآمدم هر وقت که بیشتر شد بهش یه چیزی دادم جدا از چیزی که اگه خودش داشته. وقتی هم که نرفته سر کار بهش تا جایی که تونستم دادم. گفتم آقا عزیز من کارمند نیستم که ان تومن حقوق مشخص داشته باشم که بگم انقدرشم برای تو مشخص ماهیانه انقدر بگی. من کارم آزاده، یه تایمی بیشتره یه تایمی کمتره، پس وقتی که بیشتر باشه به تو بیشتر دادم، کمتر باشه بوده بهت کمتر دادم. و اینو انتظار دارم که تو بفهمی به عنوان خانوم اینجا وجود داره. مثلا میگه 1 سال سر کار نمیرفتی، الان میونه صحبت الان چند ساعت سر کاری؟ الان مثلا 10 میره 10 شب میاد، یا مثلا 12 ساعت حداقل. ببین اینی که من میگم تایمی بوده که ما اصلا سر خونه زندگی خودمون نبودیم. من مشکل منم دقیقاً همینجاست. من خودم آدمی چقدر همدیگه رو میبینید؟
در حدی که من شب بیام زیاد باشه که همش دوباره دعوا داریم. ولی شب میشه بیام بگیم اصلا این کار زیاده یه جوری فرار از این زندگیه. یه بخشیش همین. حرف خوبی داری میزنی، داری میگه اگه همدیگه رو بیشتر ببینیم دعوامون بیشتره. یعنی یه روز جمعه ما با هم همش دعوا داریم. پس ما میتونیم بگیم اصلا حالا جدا از مسائل اقتصادی این کار زیاده داره شما رو از هم دور میکنه و دعوا کم میشه. بعد شما صبح تا شب چیکار میکنی؟ سر کار نمیری؟ من همینو میخواستم بگم. من آدمیم که واقعا از تو خونه موندن متنفرم، یعنی تو خونه واقعا افسرده میشم و الان دقیقاً همین حالت بهم دست داده. یعنی اصلا دیگه دوست ندارم پامو از خونه بذارم بیرون، دوست دارم همش تو خونه باشم. یکی میگه پاشو بیا تا اصلا میگه برو سر کوچه خرید، میگم دلم نمیخواد از خونه برم بیرون. در صورتی خودش میدونه من عاشق بودم که آدمی بودم که عاشق کار بودم، ولی زمانی که من میرفتم سر کار ایشون سرباز بود و بعدش یه تایمی بیکار شد، من هی نگاه میگم خب من دارم میرم خونه سر کار، ایشون تو خونه است. خب به من فشار میومد. از اون طرف هم هی حرف خانواده روم بود، آره تو ازدواج کردی چرا این تو خونه است، تو سر کار میری از صبح تا شب خوابیده. گفتم بازم اشکال نداره. تا 1-2 سال بعد از زندگیمونم رفتم، تا 1 سال فکر میکنم بعدش باز ایشون 3 ماه بیکار بود. من میدیدم من از صبح میرم سر کار میام، شب تازه ایشون انتظار داره من براش غذا درست کنم، خونه رو تمیز کنم. آقا از صبح تا شب تو خونه بیکار نشسته. یعنی من مجبور شدم کارا رو بذارم کنار. من یه چیزی الان دیدم، الان خانواده تو برایش اومدن وسط. چون ما همیشه بحث خانواده احسان بوده، ولی الان خانواده تو به اینکه کی کار بکنه کی کار نکنه ورود کردن. نه خانواده‌ام نمیگفتن کار نکن، گفتن چرا این نمیره سر کار. خب دیگه مسئله 2 نفر است دیگه. چرا اگه خانواده من ربطی نداره چرا خانواده شما دخالت کردن و به من گفتن تو نرو سر کار بشین به خونه زندگی. دلیلش ببین پس ببین اگه بحث دخالت بوده دو طرف دخالت کردن. هر 2 نفر شما جلوی خانواده‌هاتون یکم یه مرزی نمیچینید، یه پرچینی همینجوری میزنن میان، اون برای احسان تصمیم میگیره، اونا برای شما تصمیم میگیرن. شاید به قول گفتنی به خاطر اون یه بخشیش این بچه کوچیک خانواده بودن است، حس میکنم یه بخشم اشتباه به نظرم دوتامون بوده و هست. حالا شاید الان کمتر شده، اونم به نظر خودم به خاطر اینکه سنمون دیگه از 30 رد شد، یه مقداری خب بالاخره پختگی ایجاد میشه. هم من هم به نوبه‌ای، حالا ایشون کمتر ولی حالا انصاف داشته باشیم، و همچنین ایشون یه مرز قائل شدیم. خب چی کار کردید؟ همین چه کارایی کردید؟ مثلا شما بگو من رفتم با خواهرم صحبت کردم، ایشون میگه رفتم با پدرم صحبت کردم. مثلا دارم میگم یه کاری میخواستم بکنم مثلا قبلا چه میدونم مثلا برم برای موضوع کاری انجام بدم، ایشون رو مثلا اولویت 2م 3م خودم قرار میدادم برای مشورت. پس ببین واسه اون زمینم من اولویت 2م 3م بودم، ولی چیزی که واقعا در مورد عروسیت بوده و واقعا به ایشون مربوط میشه. نگاه کنیم پس خودش الان اعتراف کرده در صورتی که اولش اعتراف نمی‌کرد. اولویت 2م 3م بوده ولی الان نیست. تو این چند وقت حس کردی خانواده‌اش فاصله گرفته باشن یا ما فاصله گرفتیم؟ خب یعنی من هی به ایشون اصرار میکنم و سعی میکنم توجیهش کنم، خودش هم به این نتیجه کم کم رسیده که میگم بابا این رفتاری که اصلا اینا از روز اول با من کردن اینجوری بوده، میگه آره حق با توئه، ولی قبلا اصلا متوجه نمیشم. گفت نه حق با تو نیست، توجیهشون میکرد. مثلا گفت اگر این کارو کرده دلیلش این بوده، ولی الان بهش میگم حالا نمیدونم قلبن چه جوریه ولی به من میگه حق با توئه. یعنی یه مرزی رو دارید میذارید، این مرزه با همین فاصله این چند وقته پیدا شده که اگه برگردیم تو صحبت‌ها به همون بحث بارداری خواهر ایشون رو نگفتن و فارغ شدنشون و اینها، از اونجاها یواش یواش شما مرزه رو جدا کردید. خب تو این چند وقته مرز جدا کردید، اوضاع رابطتون چطوره؟ دوله هم دعوامو میگم کمتر شده، خدا رو شکر، هم بیشتر باز هیچ فرقی سعی میکنیم یه مسئله پیش میاد راجبش صحبت کنیم، سری دعوا نکنیم، گارد نگیریم. خب قبلا خیلی بیشتر گارد داشتیم، سری دعوا میشد، هر اول به دوم نرسید. من روی خانواده‌ام خیلی حساسم. خانواده‌ام که میگم یعنی هم شامل ایشون میشه، هم خب پدر مادرم، خواهر برادرم. دوست ندارم کسی با بی احترامی باشون صحبت بکنه، چه با ایشون چه با اون بر. آخرین دعوا کی بوده احسان؟ یا آخرین دعوا کی بوده هورا؟ همون سر تولد دوست آخرین دعوا اون بوده. دوست ایشون. یعنی خانواده ها میرن کنار. ما الان یه موضوعی داریم که شما یکم به ایشون انگار شک داری. خب دقیقاً خب علتشو گفتم از اوایل که اون همکار من اون حرکتو کرد. بهشون تذکر دادم، گفتم من خوشم نمیاد اصلا اگه دوست پسرم خب بودی. ایشون چه نقشی داشته؟ حالا همکارتون. خب نه دارم یکی
بهتون توضیح میدم. گفتم اگه تو دوست پسرم بودی شاید اصلا برام مهم نبود، دست میدادی تموم میشد میرفت دیگه. ولی تو همسر منی. اصلا من وقتی که شخصیت اون خانم رو میشناسم، تو به عنوان یه آقا اون دست دراز میکنه، تو دست نده. میگه من فکر میکنم اون طرف ناراحت میشه. میگه خب ناراحتی من مهمه یا طرف مقابل؟ تو سعی کن مثلا دست ندی. دیگه گذشت یه تایمی دیدم که نه، مثلا یه سری توی گوشیش داشتم دنبال آیدی یکی از بچه‌ها میگشتم، دیدم یه خانمی رو فالو کرده. یکی از بچه‌های باشگاهشون بود. یه تایمی احسانینا با شریکشون باشگاه داشتن، یه خانومی از سانس بانوان، 2 تا سانس بود دیگه، بانوان آقایان، ایشون رو فالو کرده. یعنی نه شریکش رو فالو کرده بود، نه مربی خودشون که خانم بود رو فالو کرده بود، اینو فالو کرده، احسان رو فالو کرده بود، اینم بک داده بود. گفتم چرا فالوش کردی؟ میشناسیش؟ گفت نه چون فالوم کرده منم فالو کردم. گفتم مگه من این کارو میکنم؟ میگه تو پیج پابلیک داری، میان همه تو رو میبینن. نه چتاشو که خب اگرم داشت پاکینگ کنه نگه نمیداره که، حالا من اونو خبر ندارم، ولی میگفت تو پیج پابلیک داری، بقیه رو میبینی یا بقیه لایکت میکنن، من مثلا پیجم چیزه. میگفتم بابا تو پیجت پرایوته، مگه من میرم چقدر به این چت داشتن حالا یقین داری یا مثلا شک داری روش که شک دارم چون یه سری دیگه هم یکی از دوستاش با دوست دخترش کات کرده بود، دوست دخترش جواب تلفنش رو نمیداد، هی به ایشون میگفتش که برو فالوش کن ببین اگه درخواست دوستی تو رو قبول کرده یعنی اینکه مثلا میخواد با یکی دیگه وارد رابطه بشه که جواب منو نمیده. و احسانم بدون اینکه به من بگه این کارو کرده بود که من اونم متوجه شدم و واقعا خیلی ناراحت شدم. یعنی چت داشتم، چت نرفت و فالوش کرد. اونم دوباره از نظر من، حالا شما بیشتر واردین، به نظر من همین چیز کوچیک خیانته. شروع یک ارتباط. یا توی خیابون همین چند وقت پیش یه حرکتی زده بود یه خانومی. چه حرکتی؟ میخوای خودت تعریف کنی؟ آخه ببین من همین کارهای ریزم انجام نمیدم. نمیدونم شاید ذات خانومایی که بعد از ازدواج سعی میکنن اون تعهد رو بیشتر داشته باشن، حالا جسارت نشه، ولی آقایون توی این مسئله یکم کمتر توجه میکنن به اون تعهده. مثلا توی خیابون ماشین بغلی یه خانمی بوده سن بالا، یه ماشین آنچنانی فلان، میخواسته از این سبقت بگیره، اینم نمیذاشه، از یه ماشین دیگه یا احسان نمیدونم. بعد اومده کنارش اینم شروع کرد گفته مثلا خانومی با وجنات شما فلان، صحبت‌های ریز. شما از کجا متوجه شدید؟ خودش توی جمع یک از دوستامون تعریف کرد، تو جمع دوستامون. البته هیچ موقع من این چیزا رو نمیگم. از همین این چیزای کوچیک که هی گذشت خب تو ذهن من شکل میگیره، این چیزا که مثلا نتونم بهش اعتماد کنم. الان میگه که من همه کارمو دارم میکنم، دارم صدمو میذارم، بیا زندگی رو با هم بسازیم. الان هم حتی ما این چند وقت رفتیم سمت این که حالا ببینیم میتونیم خونه بخریم یا نه. من گفتم پسندازمو میذارم وسط، ولی خب به شرطی که خونه به اسم من باشه. میگه چرا؟ مثلا بیا صدونگ میگم من اعتماد رو نمیتونم بکنم هنوز. یعنی یه سری حرکت‌های اینجوری زده اصلا نمیتونم اعتماد کنم. نه که اعتماد نداشته باشم ولی صد نیست. خب این مشکل من کجاست؟ با همون خانومه که با پوشش نامناسب میشینه تخته بازی میکنه. نه خب میگم نوع تفکر من مثلا بوده. اون اوایل عقدمون ما رفته بودیم با یه بنده خدایی، آخه شاید برنامه رو ببینن نمیخوام مطرح کنم، که یکی از فامیل اقوام نزدیک از سمت ایشون رفته بودیم ویلاشون. حالا یه بحثی بین ایشون و شوهرش صورت گرفت. احسان برای آروم کردنش رفت بغلش کرد، یعنی اون اومد تو بغلش. بعد من همجوری بودم، یعنی اینقدر شما با هم اوکی. خب مگه نمیگه خانواده‌ام مذهبیان؟ منم این چیزا رو دیدم که قبول کردم باشه ازدواج کنم دیگه، چون از اول احسان دنبال یه دختری بودش که خانواده دار باشه، مؤمن باشه، مکه کربلا رفته باشه. بعد از این آدمایی بودش که هی به من زنگ زد نماز ظهرتو خوندی؟ نماز شبتو خوندی؟ الان خودش نماز نمیخونه دیگه. یا مثلا این حرکت‌ها رو که انجام میده از نظر خودش هیچی نیست. مثلا میگه تو تفکرت مثل دهه 50 میمونه. میگم خب من این چیزا رو دوست ندارم. تو اگه مثلا دنبال یه دختری بودی که مثلا خانواده‌اش مؤمن باشن، مکه کربلا رفته باشن، خب خودت هم نباید این حرکت‌ها رو بکنی. دنبال خیلی چیزا بودی که الان اونجوری نیستی. من اگرم نیستم همه اون اوایل گفتم من اینو میخوام، اینجوریم خب و طبق همون دارم پیش خیلی میرم. انجام. ولی چه چیزایی بوده که گفته و نشده؟
مثلا من اوایل نماز نمیخوندم، هی میگفت نماز بخون. نه اصلا حالا بحث تو این چیزا رو میگی، من چیزای دیگه دارم میگم. ببین شما کسی که میاد توی زندگی، تو هم گفتی برگشتی به من گفتی منم برام احساساتت شما مهمه، منم دوست دارم با هم زندگی رو بسازیم، فلان بکنیم، بسار بکنیم. هیچ کاری ایشون تو خونه زندگی نمیکنه. خب الان شاید یه مقدار بهتر شده باشه، ولی همون تایمی که میگه مثلا میگه برای من میرفتم سر کار، میگم ببین تو صبح میرفتی تا ظهر تا شب تو خونه بودی، استراحت هم 2 ساعت بعدش میکردی. قاعدتا من که صبح میرفتم شب میومدم خونه، باید حداقل یه شامی حاضر میشد، اصلا خونه رو ولش کن. ولی شما توی هفته شاید 2 بار خودت شام درست می‌کردی، بقیه 2 بار نهایت میرن بیرون. ما هر سری باید یا بیرون میگرفتیم یا میرفتیم بیرون میخوردیم، یا آماده حاضری باید میخوردیم، یا میرفتیم خونه مادر ایشون یه چیزی میخوردیم. اولش اجازه بده من گذاشتم شما صحبت کردی بذاره همه همینن، یا میرن خونه خانواده دختر یا خانواده، این میشه بحث زندگی خودشونو کم کم جمع و جور کنن. اون تو حالتی که جمع و جور کنن، خودت داری میگی باری کلا قشنگ گفتی، در حدی که نه که ما هر چی در میاریم و بریم بیرون هزینه بکنیم، به جای جمع کردن اصلا هر چیزی اگر جمع میکردم. من آقا یه عادتی داشتم، حقوقم یه تایمی بود سال 96 3 میلیون، از این 3 میلیون سعی میکردم 600 تومنش رو پس انداز کنم. یعنی خودم رو یه جوری با هر چیزی که در می آوردم جمع و جور میکردم که یه چیزی سیو بکنم، حالا هر چقدر که باشه. درآمدم هر چقدر بود، من خیلی از کارهایی که انجام دادم یا پولی که جمع کردم طلا گرفتم یا هر چیزی با همون حقوق کارمندی بودی که یه تایمی میرفتم سر کار و یه حقوقی داشتم. حالا اینا رو بذارم کنار، میگم یعنی ایشون دست به سیاه‌سفید اون موقع نمیزد. من باید آخر شب میومدم وای میسادم خونه جارو میکردم، وای میسادم توی کارهای خونه ناراحت میشد اگر مثلا من یه لمی میدادم روی مو. دروغ نمیگم، واقعیته. شما ناراحت میشدی از اینکه من بخوام شب بیام خونه استراحت بکنم توی خونه خودم. باید تازه شب میومدم به شما کمک میکردم که ظرف بشورم، غذا درست کنم یا هر چیز دیگه. یه جمعه اگر چیز بود بر ما وای میسادیم فقط خونه تمیز کردن و اینا. اصلا اوکی جمعهش به کنار، اگه هم جارویی زدی یا کاری که اسمش زندگی مشترکه مشترکه دیگه، پس چرا باید من بیشتر توان بذارم؟ نه منم سر کار میرفتم به خواسته شما و پدرت من رفتم بیشتر قبول دارم، ولی اینکه کاری که شما توی خونه باید انجام میدادی رو به مراتب به شدت من بیشتر انجام دادم. من از کار خونه متنفرم، هنوزم که هنوزم متنفرم. هر چی میگم ایشون یه دلیلی براش چونی میذاره. کاری توی خونه نکردی چون خوشت نمی اومده. من باید بیرون دوبله کار میکردم، توی خونه هم کار میکردم. منم به یه امیدی اومدم زندگی شروع کردم دیگه. من اگه میخواستم کار خونه خودم بکنم بیرونم کار بکنم، خب برای چه ازدواج کردم؟ دیگه یه لیوان از اینجا نمیذاری. الان چطوره؟ الان به خاطری که درآمد بنده بیشتر شده و صبح تا شبم بیرونم. باز جالب اینجاست ایشون تنها هم خونه است، در این حد عزت میشه که برای خودش حتی یه غذای حاضری خونه درست کنه. یعنی شب میاد چرا نهایتا یه وعده شب درست میکنه که غذا بخورم. حالا ولی یه وعده شام درست میکنه. یه مقداری کارا بهتر شده انصافی بخوام بگم، ولی مثلا من خونه رو تمیز میکنم، خیلی بیکاره، یه چیزی میخوره آشغالش هم اونجا میندازه. منم کلفاتتون نیستم که سر کوچه است باشگاهی برو یه وقتی برای خودت بذار. نه میگم خب افسردگی گرفتم واقعا. یعنی من مشکل دیگه هم که از اول حتی باهاشون داشتم، یعنی یکی از دلایل اصلی که اصلا بحثامون شروع شد بحث همین گوشیه بود. گفتم آقا شما کلا توی گوشی و هیچ وقتی نه برای من میذاری نه برای زندگیت میذاری و این داره به من فشار میاره. اگر بتونی اینو موضوع رو حل بکنی، اگر هم خانواده من چیزی به این گفتن فقط به خاطر همین بوده که به زندگیت نمیرسی. خب اصلا به خانواده شما چه ارتباطی داره که از خونه زندگی من چه تمیز بودنه چه کثیف بودنه میبینن؟ چطوری خانواده تو میبینن؟ حالا جالب اینه از من اونا میبینن، خانواده تو چجوری باید ببینن؟ ولی خانواده تو از تو میشنون. فرقش اینه من زنگ نمیزدم اونجا بگم که 2-3 ماه خونه هم تمیز، غذات به موقع آماده است. شما تشریف میاری فقط آشغالا رو هم وسط میریزی همین تایمی که شما داری انگار شاخ گلو میشکنی میری سر کار. کار و وظایف خودم رو به نوبه خودم انجام دادم. خدا رو شکر با مشکل نداره دیگه، تمام شد مشکل. خب من واقعا موندم، شما مجموعه ای از مشکلات مختلف از خانواده، کار، نمیدونم فضای خونه‌داری، رضایت، بعد تراپی رفتید چیکار کردید؟ ما رفتیم جلسه آخرین باری که گفت طلاق بگیرین هستم دارین به هم آسیب میزنین.
که حتی خانواده‌هامون هم خواستن، گفت این دوتا دارن همدیگر رو اذیت میکنن، از هم جدا شن هر چه زودتر. و چه صحبت اشتباه و بدی، چون نه هیچ فردی حق داره به شما بگه جدا بشید، نه هیچ فردی حق داره به شما بگه زندگیتون رو ادامه بدید، چون قضاوته. ولی خب حالا بالاخره تو این فرایند تراپیتون یه اتفاقی، یه کارکرد مثبتی، الان یه فضایی که وجود اومده، خدا رو شکر که دعوای وحشتناکی در خانواده شکل گرفته که فاصله اتفاق افتاده و با این فاصله شما تونستید رابطه بین خانواده و خودتون رو مدیریت کنید. باز خدا رو شکر کارت زیاد شده، رابطه کمتر شده. یعنی ببین دو تا اتفاق آسیب زننده، چون کار زیاد به شما آسیب میزنه، فاصله قطع شدن باز بهتون آسیب میزنه. دقیقاً یک هفته پیش بود بهش یعنی گفتم چرا مورفین مصرف میکنی؟ من اصلا تو خونه تنهام، یکم به من رسیدگی کن، به من توجه کن. پس چه تراپی گرفتید؟ من اینو متوجه نمیشم. ببین دو تا اتفاق یکم فضای شما رو تسهیل کرده، یعنی که همین دو تا اتفاق هم موقته ها، یعنی شما 2 سال دیگه، 1 سال دیگه روزی 12 ساعت تا 18 ساعت کار کنی یا رابطت با خانواده کلا قطع باشه، در حد اینکه اینا دوباره باز تنش‌زا میشه. تو تراپی چی کار کردید؟ میگید هی چند جا هم تراپی رفتید؟ من نمی‌فهمم. ما حرف میزنیم و گوش میدن و بعدم میگن که اون اولین تراپی که ما رفتیم قبل از ازدواج که توضیحاتو دادیم، حالا اختلافات یا حالا هر مسائلی که مد نظرم بود میگفتیم، بنده خدا میگفتش که اصلا اینا مشکلی نیست، برید با هم دیگه مثلا از دوران خوش نامزدی، یکی میگه طلاق بگیرید، یکی میگه مشکلی نیست. اولیه گفتش که برین از دوران خوش نامزدیتون استفاده کنین، اینا اصلا چیز مسخره و پیش پا افتاده و فلان. میرفتیم مثلا سری بعدی طرف همین مواردی که مثلا گفتیم دیگه میگفتیم، فقط هی گوش میدادن. بعد 3-4 جلسه چون هیچی هم نمیگفتم منم اذیت میشدم، میگفتم بابا ما داریم میریم فقط این وقت میذاری از کار و زندگی، یه چیزی بگو، بعد گفت طلاق بگیر. یه چنین حالتی پیش میومد دیگه. منم میگفتم اصلا نمیخواد بری، که یکی دو بارم خود ایشون یا با خانواده‌اش رفتن اصلا همین حرفا زدن، گفتن که خودت نگاهت و ویژنت به آینده چیه؟ من همه چیم توی زندگیم واقعا زدم. آقای دکتر، من گفتم توی شرایط خانواده‌ای که بزرگ شدم، تا اومدم به خودم بیام ازدواج کردم. انتخاب خودم بوده، پشیمون نیستم. پشیمونیشم بابت باز شخص ایشون نیست. وسط حرفام گفتم به هیچ کی توصیه نمی‌کنم که اگه این شرایطو نداره دوباره مثلا تو این سن و سال بخواد ازدواج کنه. ولی این که انتخاب کردم شاید باعث شد که خیلی به خودم بیشتر فشار بیارم، حالا پیشرفت بکنم موارد این چنین. به خاطر این میگم مثلا ببین سن و سال درستم واقعا سن و سال کمی نبود. فکر میکنم اون سالی که ما با هم ازدواج کردیم سال 27 سالت بوده. الان پسر 22 سالش هم حتی ازدواج میکنه. خب وقتی که تو توی دیگه ساپورت 27 سال خودتو پیدا نکرده بودی، نداشتم و ندارم. الان شرایطم متفاوت شده. حالا اینکه پدر پول گذاشته که اندازه خودش. ببین این که میگم ساپورت شما دستشون درد نکنه. همیشون من همیشه هم دو طرف بالاخره ازشون تشکر کردیم و میکنیم، ولی میگم که آقا هر چقدر که داشته گذاشته وسط، توقع شما یه مقداری بیش از اندازه یا نرماله، یا اگرم نرماله برای خودت برای ما نیست. خب این داره به من نوعی یا شاید به خانواده‌ام قبلا، حالا الان به خودم داره فشار میاره. حالا الان تازه یه مقداری کمتر شده، اوضاع بهتره، به خاطر که میبینه آقا من دارم از همه چی میگم زدم. من ورزشکار بودم، ورزش میکردم، مربی بودم، تایم زیادی برای کار میذاشتم. الان من حتی دریغ از این که بخوام یا وقت کنم یا انرژی داشته باشم یه چه میدونم درازنشستی تو خونه خودمون بزنم. خب دارم صبح تا شب کار میکنم به امید این که در این حد که اصلا به قول خودش خسته شده که میگه چرا انقدر میری سر کار. من حتی جمعه ها و روزهای تعطیلی هم میرم سر کار برای که بتونم یه چیزی در بیارم که یه آینده خوبی و بهتری رو برای خودمون ترسیم کنم. شما ویژنت به 5 سال، حالا 5 سال نه، کلا به آینده چیه؟ نگاهت؟ والا نمیدونم، هیچ چیز خاصی ندارم تو ذهنم. مثلا من خودم دوستم تو زندگی پیشرفت کنم. اصلا میگم دوست دارم خونه خودمون رو داشته باشیم، انسان کارشو داشته باشه، خودم شاغل باشم، در کنار هم پیشرفت کنیم. ولی گارد بسته‌ای داری، یعنی توی دقایقی که حالا من جلسه حواسان کلا دستاتو بستی و
من فکر میکنم حالا شاید یه تصمیمی تو ذهنته یا یه چیزی هست که نمیخواد از چارچوب ذهنی خودش بیاد بیرون. یعنی ما چارچوب همین ذهنی الانم نیست، که واسه با هم زندگی مثلا یه چارچوبی بهتر دارم. شدیم، نه این فرق میکنه. ببین میگم دیگه، مثلا من وقتی ازدواج کردم 90% از شخصیت خودم شاید اشتباه ها، ولی به خاطر زندگیم کوبیدم که یه مایی بشه. من اینو یاد گرفتم دیگه، آقا ازدواج که میکنی یه بخشی از خودت باید بزنی، یه بخشی از خودش باید بزنی که یه مایی شکل بگیره. کما اینکه هر کدومشون باید یه منی هم برای خودشون یه تایمی داشته باشن. من دیگه در حدی شده که منی اصلا ندارم و همه شده ما. ایشون در حدی شده که این ماه واقعا به اون اندازه ای نیستش که بخواد برای زندگیمون چفت بشه. همش منه. من تصمیم میگیرم اینجا بریم، من میگم بریم این رستوران، بریم اینو بخریم. دیگه در مورد رستوران اینا در یه واقعا حد و اینجوری حدود حالا نیست. دارم یه چیز کلی میگم دیگه. نگاهت به آینده چیه برای خودتون؟ مثلا برای حالا مثلا آینده نزدیک 5 سال. میگم دوست دارم هم احسان تو کارش پیشرفت کنه، خودم یه پیشرفتی داشته باشم، خونه چشمت داشته روشنه به باشم. این ارتباط؟ اگر همراهی کنه. اگر همراهی کنه. الان مثلا میگم من امروز فقط ما همراهی بحثمون این بودش که با اینکه خودش هم میدونه الان مثلا 3 ماه ما فاصله گرفتیم، خودش هر تایمی که فرصت کنه من میگم تو برو خانواده‌تو ببین، من اصلا مشکلی با این قضیه ندارم. حتی یه شب رو گفتم میخوام برگردم مثلا شب بیام خونه، گفتم نه بمون اونجا، مثلا خیلی وقتا نرفتی ببینیشون، بمون شب. همراهی کردی؟ آره مشکلی ندارم، میگم خودت تنهایی برو. وقتی که من میبینم الان ازشون فاصله گرفتم، اعصابم آروم‌تره، زندگیم آروم‌تره، نمیخوام برگردم دوباره به اون تنش‌هایی که داشتم. احسان میگه به خاطر من بیا، اصلا حالت اینکه 1 ساعت 2 ساعت بریم بشینیم حرفی هم نزن، در صورتی که مادر ایشون یه شخصیتی داره. منم آدمی نیستم که مثلا مثل خیلی از جوونای الان یه دونه میدی یکی بهش میگی چند تا برمیگرده به جوابتو میده، نیستم، واقعا حیا میکنم. میاد حالت تیکه وارانه مثلا یه صحبتایی میکنه، منم نمیتونم آفرین نمیتونم جوابشو بدم، میام خونه هم اعصاب خودم به هم میریزم هم اعصاب احسانو، میگم نریم بهتره، من نمیام. من یه چیزی رو امروز هی ببخشید اصرار میکنه که بیا، من میگم دوباره بریم، دوباره همین روال از اول تکرار میشه. من یه پیشنهادی که دارم اینه که شما تا به لحظه اکنون با 2 تا اتفاق بدی که براتون خیر بوده، یعنی یکی کار زیاد شما و دعوای ایشون با خواهر شما، یکم به صلح رسیدید، به یه آرامشی رسیدید. حالا صلح شاید آتش زیر خاکستره، ولی در مسیر صلح. من پیشنهادم اینه یکم اول از همه این آشتیه شکل بگیره، بعد رابطه با خانواده جدی تر شه بین خودتونا که بتونید کنترلش کنید. و من چیزی که دارم میبینم از 2 نفر بگم و به نظر من میتونه مسیری باشه برای ما. احسان پسر خوب بودنه که من حالا وسطای جلسم گفتم، واقعا در زندگیش به نظرم مهمترین مسئله بوده. پیش پدر مادرش خوب باشه، پسر عاشق پیشه‌ای باشه و این خوب بودنه رو داشته باشه. خب خیلی جاها این خوب بودنم دیده نشده، یعنی پدر مادر اومدن مثلا مطمئناً الان باهاش برخورد میکنن یا بهش تیکه میپرونن، یا خیلی جاها تو رابطه‌ای که با شما بوده اون خوب بودنه رو نشون داده، ولی خب شما اون توقعی که داشتی متفاوت بوده. و من به نظرم یواش یواش خودش داره آدمی میشه که این خوب بودنه به یه تعادلی برسه. میدونید تعادل یعنی چی؟ یعنی اینکه واقعیت رو بغل کنه، زندگی رو، مسئولیتش رو قبول بکنه. های جایی هم کم بد شد ایراد نداره، ولی اگر تونست مسئولیت رو قبول کنه، یعنی میدونید منظورم چیه، همین جلوی خانواده خودش، جلوی شما وایسه، ولی یه مرز بسازه. چون اینجا کار احسان واقعا مرز ساختنه در مقابل خانواده خودت و هورا. حالا بین هورا و خانواده‌اش کار هوراست مرز ساختن. و من به نظرم تو این مسیر داری شما میری. و من یه چیزی هم که از شما دارم میبینم، یک باره توجه طوفانی گرفتی از یه پسر خوش قیافه، سنش از خودت کمتر بوده، نگاه اینو داشتی که یک عشق رویاییه. بله، در صورتی که نبوده، در صورت اینکه وارد شدی یک عالمه تنش یا عالمه داستان و نگاهت نسبت به عشق خیلی ناامید کننده شده و این خیلی دردناکه. و ما اینجا هستیم میتونیم فضا رو با هم ادامه بدیم تا هم شما مرزها و اون فضای خوب بودنه رو به کل کنار نذاری
باهاش یه زیستی بکنی. و این فضایی که از احسان در مورد خوب بودنه و فضایی که در مورد هورا برای یک عشق رویاییه، اینا باید به تعادل برسه. حالا آنچه که از این جلسه برداشت کردید، نمیدونم چقدر براتون کار کردی بوده و چقدر فکرتون رو درگیر کرده، به نظر فضای این جلسه به چه صورت بوده؟ ببین، اولین چیزی که به نظر من میاد که این جلسات مهمه و خوبه اینه که دو طرف میان حرفای شاید نگفته‌شون هم میگن و این باعث میشه که از سمت طرف مقابلم موضوع رو ببینن که روی در واقع رفتارشون و اینا تأثیر بگذارد که 100% به نظر من اینطوری هست. و یکی هم نکته‌ای هم که داره اینه که صحبتایی که بینشون میشه یه مقداری واقعی تر میشه. یه شخص ثالثی هم این وسط هست که باعث میشه به صحبت‌ها جهت بده. اگه مثلا من دارم صحبت میکنم اشتباه میکنم، یه کنترل کنه، گوشزد بکنه که منم به خودم بیام، طرف مقابلم به همین ترتیب که یه نتیجه بهتری در نهایت گرفته بشه. من امید دارم که من میخوام موضوع درست شه. اصلا با این هدفم وارد جلسه شدیم. امیدوارم که ایشون هم همینطوری به من بگو بشه. این جلسه تراپی با جلسات قبلی که تجربه کردی تفاوت داشته؟ تفاوتش برای من این بوده که شما یه مقدار بیشتر صحبت میکرد و امید میدین. آره. میگم هر سری ما رفتیم میگم گفت تموم دیگه، این کلا زندگیمون به هم ریخته بود. همین که امید دادیم ما بیشتر انگیزه میگیریم که حالا روابطمون رو یکم بیشتر تقویت کنیم، ببینیم به امید خدا به کجا پیش میره. منم کنارتون هستم، امید به خدا با هم مسیر رو پیش میریم. ممنونم از اینکه آب فامیلی شو همراه بودید. خدا نگهدار.